بخش 13 از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. AvayaBook.com این دعا رو عیالت باید بندازه گردنش. هر روز 4 گوشه این دعا رو تو آب نیمگرم فرو کنه. 7 صلوات بفرسته. آب اونو ناشتا بخوره. خودت هم باید بخوری. تا 1 ماه تموم همین کارو بکن. از آخونده پرسیدم این دعای چی هستش؟ یه اسم عربی گفت. دعای سریع الاجابه. مال امام موسی کاظم. برای کسایی که فقط دختر میخوان. خلاصه معتیکه دیوس یه چیزایی گفت که حالا ولش کن، جاش نیست. کار ما این شده بود که دعا رو تو آب میکردیم و میخوردیم. عیال چقدر بدبختی کشید قبل زاییدن. منم دلم براش سوخت. گفتم جهنم، دختر باشه. قبل از زاییدن اسم دختر رو گذاشتیم رقیه. دیگه واقعا از ته دل میخواستم اون نباشه که میخوام. روزی که قابله اومد تو خونمون رفتم شابدالعظیم. پیاده رفتم. تا اونجا هم بسم الله و قل هوالله و اینا خوندم. دیگه مطمئن بودم که دختردار شدیم. وقتی اومدم خونه خبر دادن پسردار شدیم. عیال دیگه حرف دختر نزد. برای عیال خیلی ناراحت شدم. ولی ته دلم خوشحال بودم. خب حالا هم خوشحالم که 2 پسر دارم. بعد از اون عیال دیگه ناامید شد. اسم دومی هم گذاشتیم عباس. از یه مجتهد پرسیدم چرا نذر ما قبول نشد؟ گفت چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که شاید یکی از شما شک داشته. دوباره سرشو بیخ گوش علی آورد و ضمن اینکه یه قهقهه خفیف میزد گفت این حرفش فقط درست بود. من ته دلم اصلا قبول نداشتم. دلیل دومو گفت. این زن خیلی خوشبخته. برای اینکه حتما پسرزاست. 100 تا بچه بیاره همه میشن پسر. بعضیا رو خدا غضب کرده. فقط دختر میارن. اینو خدا لطف کرده. فقط پسرزا کرده. باید برید خدا هم شکر کنید که پسرزاست. خیلی میرن نظم میکنن پسر بیارن. حالا این ضعیفه پسرزاست جای شکر کردن میخواد بره دختر بیاره؟ خدا بدش اومده. اون میتونه 10 تا بزاد ولی همه پسر میشن. عیال دیگه هوس دختر نکرد. گفت اصلا دیگه بچه نمیخوام. حالا بعدن خودش پشیمون میشه. حسین زاغی به علی اطمینان داشت. علی هم از کار کردن با این خانواده لذت میبرد و به خودش اجازه نمیداد از دخل حسین زاغی دیناری کش برود. هم از هما خجالت میکشید و هم با بچهای آنها رفیق بود. حسین زاغی میگفت دست علی برکت داره. به همین جهت یک شب که علی میخواست به خانه برود به او گفت علی این دوریالیو بگیر با خودت ببر خونه. شبم که میخوابی اونو از خودت جدا نکن. بذار تو جیب شلوارت. گمش نکنی ها. صبح زود که کرکره رو بالا میزنی بیا سر دخل. یه بسم الله بگو دوریالیو بنداز تو دخل. بعد به کاره دیگه برس. واسه چی کلب حسین؟ دستت برکت داره. چند بارم دادم اصغر این کارو کرد ولی هیچ برکتی نداشت. از اون موقع که تو اومدی فروش بهتر شده. کمتر میوه ها رو دور میریزم. از این به بعد هر شب که میخوای بری خونه یادم بنداز که 2 ریال بهت بدم. یادت باشه ها. از آن شب به بعد گرفتن 2 ریالی از حسین یکی از وظایف علی بود و اگر یادش میرفت حسین زاغی خودش به او 2 ریال میداد. گرچه فشار کار برای علی بسیار کشنده بود و بعد از ظهرها علاوه بر آوردن آب و روشن کردن چراغ زنبوری تعداد مراجعه کنندگان خریدار میوه بسیار بیشتر از صبحها بود. ولی وقتی به خانه می رفت بعضی مواقع میوه های مانده را برای خانواده‌اش به همراه می برد. تعطیلی روز جمعه بهترین پاداشی بود که با آن دل خوش داشت. هر روز جمعه به واسطه عادت همیشگی زود از خواب بیدار می شد. روی پشت بام می رفت. از آنجا به یخچال نگاه می کرد. معمولاً صبحهای زود کسی در آنجا حضور نداشت. چند بار روی پشت بام می رفت تا بالاخره صداها و جنب و جوش‌های مختلف در کوچه و یخچال به او فهماندند که بچه‌ها نیز به یخچال آمده. مانند فنر از جا می جهید و از پشت بام به بیرون نگاه می کرد. در یکی از همین روزها آفتاب اشعه خود را
درون اتاقها ریخته بود تا تتمه سایه ها را جابجا کند. رزم نور و تاریکی پایانی نداشت. جهل مقاومت‌تر و سرسخت‌تر از فشار آگاهی بود. در پهنه اتاق سایه ها خود را در پشت رخت خوابها، سوراخ‌ها و پستوها و در کله انسان‌ها که به سختی از خواب بیدار می‌شدند پنهان کرده بود تا به موقع بیرون آمده و دوباره حکمرانی کند. در کوچه ها مردان بیکار با در دست داشتن بیل و کلنگ، گونی، سطل و وسایل حلاجی و 10 ابزارالات ساده دیگر راهی شده بودند تا شاید رزق خود و خانواده گرسنه‌شان را از ملت خود محتاج دریافت دارند. حسین یخچالی با تکان دادن دست به او سلام کرد و فریاد زد: علی جقیل، تا کی میخوای بخوابی؟ علی به سرعت خود را به یخچال و به حسین رسانید. 2 هفته بود که حسین را ندیده بود. به او گفت: هفته قبل نبودی، اومدم در خونتون، اونجا هم نبودی. آره، هفته قبل ننم به زور منو برد سر قبر آقام. ولی خیلی دلم تنگ شده بود. انگار یه چیزی رو از دست داده بودم. منم همه فکرم این بود که جمعه میاد میتونم دوباره ببینمت. حالا رفتی سر قبر آقا، چیکار کردی؟ آقام تو قبرستون ابن بابویه خاکه. هیچی، رو قبرش آب ریختم. اونجا نشستم لب رودخونه. رودخونه از وسط همونجا رد میشه. نشسته بودیم لب آب، داشتیم به آب نگاه میکردیم. دیدم از سوراخ‌های دیوار رودخونه سر یه چیزایی مثل چوب اومده بیرون. یه چوب بلند کردم، خواستم با اونا بزنم. یهو دیدم رفتن تو سوراخ. ننم گفت اینا مارابی هستن. روح همین مرده شدن مار. اونایی که آدمای خوبی بودن میشن ماهی. ولی آدم بدا میشن مار. تا روز قیامت مار میمونن. من از رو نرفتم، بازم سعی کردم که یکی از این مارا رو با چوب بزنم. ولی انگار ننم راست میگه. اصلا نتونستم یکی از اونا رو بزنم. خب اگه میزدی چی میشد؟ هیچی. فکر کردم شاید اگه روح باشن وقتی تو سرشون بزنیم بالاخره یه جوری میشن و نمیمیرن دیگه. ساعتی چند در اونجا با خود و دیگران بازی کردند. طول سگ‌هایی که در اوایل مویی بر بدن نداشتند حال دیگر پشمالود شد و می‌توانستند خود را در آغوش آنان بیندازند. با سگ‌ها خود را سرگرم کردند. آنها را تا نزدیک مغازه قصابی بردند. علی تو اینجا پهلوی سگا واستا تا من برم از این قصابه بپرسم آشغالگوش داره یا نه. حسین با احتیاط به مغازه قصابی نزدیک شد. در بیرون مغازه به قصاب گفت: سلام اوستا، آشغالگوش داری؟ دفعه قبلم اومدی. بهت گفتم دیگه این سگا رو اینجا نیار. هیکلت نجسه. این گوشه دیوار یه مقدار آشغالگوش هست. میتونی اونا رو ببری. مواظب باش با دست به جایی نزنی. اینا رو بردار برو. سگا هم از جلوی مغازه ببر. اگه میخوای آشغالگوش بهشون بدی ببر یه جای دیگه بده. بردار برو یه جای دیگه. همه جا رو نجس میکنی. حسین با احتیاط تمام وارد مغازه شد. کف مغازه موزاییک نبود. با شفته‌ریزی درست شده بود. بر اثر ریختن خون و چربی روی زمین و در و دیوار بوی گند به مشام می رسید. حسین هنوز به آشغالگوش ها نرسیده بود که قصاب با عصبانیت ساطور را در دستش تکان داد و فریاد زد: کفشتو در بیار، همه مغازه نجس شد. عجب کاری کردم که به توی بی همه چیز گفتم آشغالا رو بردارا. حسین سریعا چند قدمی را که وارد مغازه شده بود بازگشت و کفشایش را از پاها درآورد. خیلی آرام به گوشه مغازه رفت. آشغالگوش‌ها که بوی گند میدادند و برداشت و گفت: اوستا خدا خیرت بده. قصاب با ناراحتی و اخم گفت: برو بدبخت سگ باز. نمیدونم شهرداری کی میاد این سگا رو سمخور کنه. برو دیگه اینجا پیدات نشه. حسین با خوشحالی بیرون آمد. کفش‌ها رو برپا کرد و به سمت علی رفت. مقدار آشغالگوشت به اندازه نیاز این همه سگ نبود. علی با خوشحالی به حسین گفت: بذار یه کمی رو من بیارم. همش میریزه رو زمین. آره، باید بریم یه جای خلوت. اینجا سر و صدای مردم در میاد. بریم نزدیک یخچال. اونجا کسی دعوا نمیکنه. سگ‌ها بوی گوشت را متوجه شده بودند. به دور آنها حلقه زدند و دم تکان میدادند. برای اینکه از تجمع سگ‌ها جلوگیری کنند، از نفرت عمومی بکاهند، به سرعت شروع کردند به دویدن. سگ‌ها نیز به دنبالشان حرکت کردند.
در نزدیکی‌های یخچال به طرف هر یک از آنها تکی استخوان پرتاب کردند. سگ‌ها انگار مدت‌های مدید بود چیزی نخورده بودند. از دهان یکدیگر می‌گرفتند و حسین آنها را از یکدیگر جدا می‌کرد. راستی کارت چطوره؟ حسین زاغی اذیتت نمی‌کنه؟ نه اون خوبه، کارش زیاده، با پسرش هم خوبم. ولی بعضی وقتا فکر میکنن رئیس منم، هی ازم ایراد میگیرن. بعضی وقتا فکر میکنم زور میگن، حسین زاغی از من خوشش میاد. اونا خیلی ناراحتن. خب من خیلی کارای دیگه میکنم که اونا از پسش بر نمیان. جوجه فکلیا دستشون مثل دست دخترا میمونه. حسین یخچالی گفت بچه همه کاسبا کونی هن. جاکشا هیچ جا کار نمی کنن. ما باید کار کنیم. رفتم پنیر بخرم، 2 قرون دادم به همین بقاله. خورده پنیرشو به من داد. میگم چرا انقدر کم میدی؟ میگه میدونی چیه؟ نگاش کردم. گفت جرم گرون فروشی نخریدنه. میدونه به کی این حرفو بزنه. به من که به زور 2 قرونو میدم. با اونایی که 1 تومن پنیر میخرن اینجوری حرف نمیزنه. دیگه میخواستم پیش اون نرم چیز بخرم. دیدم باید 2 فرسخ راه برم. تازه اون از این بدتره. میرم پیش همون دهنمو میبندم که نکنه یارو ناراحت بشه. با هم لجبازی کنه. همون خورده پنیر رو هم نصف کنه. هر دو در فکر پول خوردهایی بودند که گاهی باید با آنها خرید میکردند. علی پرسید راستی کارت چطوره؟ چی شد؟ فهمیدی تریاکه یا نه؟ بالاخره چیکار کردی؟ با روزی 2 تومن راضیم. ولی چند روز که کار کردم ننم گفت با روزی 2 تومن زندگی ما نمیچرخه. آخه اونم بیکار شده. تو که گفتی ننت کار میکنه؟ کار میکرد ولی 1 هفته قبل اربابش مرد. یارو کلی مال و ثروت داشت. چند تا دهن دکون داشت. چند تا خونه داشت. ننم میگه باغ و زمین داشت. وقتی مرد شوهر دخترش اومد همه مال و ثروتش رو حساب کرد. تا ننمو دید گفت تو دیگه نمیخواد بیای. وقتی که اون مرده دیگه تو برای چی بیای اینجا؟ ننم خیلی ناراحت شد. آخه 7-8 ساله که داشت برای اون کلفتی میکرد. اونم خیلی ازش راضی بود. بهش گفته بود این همه سال کار کردم یعنی هیچ حق و حقوقی ندارم. اونم بهش خندیده بود. الانم رفتم تو خاک ریختگری گشتم. هیچی پیدا نکردم. همه پولایی که داشتیم تموم شد. دیگه هیچی نداریم. مجبوریم با همین 2 تومنی که من میگیرم زندگی کنیم. برای ما همه چی خوش شده. یعنی ننتم پول نداره؟ ننم روزی 5 تومن میگرفت. رخت میشد، شیشه پاک میکرد. از صبح تا شب اونجا بود. حالا اربابش رفته به درک. پس اندازم ندارین؟ با روزی 5 تومن چجوری میشد پس انداز کرد؟ از وقتی که کارمو شروع کردم تا بوق شب اونجا. یه خورده ترس دارم اونجا کار میکنم. از چی میترسی؟ میگم که اگه من 20 تومن از حاج خانوم بگیرم بهت بدم کی بهم برمیگردونی؟ یعنی تو میخوای 20 تومن به من قرض بدی؟ مگه میتونی از حاج خانوم پول بگیری؟ خب بهش میگم اگه میخواد به من کمک کنه پولمو جمع کنه و لباس برای مدرسه‌ام بخرم پس باید آدم خوبی باشه. اگه بگم یه نفر به پول احتیاج داره حتما میده. خب اگه بشه که خیلی خوبه. باید ننم بره سر کار. ولی خب بهت میدم. تو که میخوای بذاری پیش حاج خانوم بذار پیش من برات نگه میدارم. تازه ننم که بیکار نمیمونه. صاحبکارم گفته اگه حرف گوش کن باشم و هر چی میگه گوش کنم حقوقمو 25,000 میکنه. خب خیلی خوبه. شاید بعدها زیادترم بشه. حسین سردرگم بود که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. بیشتر از تحویل تریاک به مشتریها میترسید. خودش را سرگرم مسائلی میکرد تا بتواند از این وحشت نجات یابد. سکوت برقرار شد. حسین با تجربه‌ای که از پدرش داشت میپنداشت پدرش را اعتیاد به فلاکت و نهایتاً مرگ کشانیده است. علی فکر میکرد پدرش را الکل اینچنین کرده. ولی فکر 20 تومان بود که به حسین میدهد. این یک از خودگذشتگی به حساب می آمد. کسی حتی 1 ریالی هم به او اعتماد نداشت. وقتی بچه‌های کلاس 12 ریال برای او جمع کردند، در کمال حقارت آن را پذیرفت. حال می‌خواست به حسین 20 تومان قرض دهد.
حسین گفت بعضی وقتا جوونا میان دور اونجا دور بساط وامیستن. نوشابه میخورن، با هم حرف میزنن. دیروز 2 جوون اومده بودن داشتن راجع به طیب و آخوندا حرف میزدن. همین جوری که هوای بساطو داشتم حواسم رفت به حرفای اونا. میگفتن شاه به زور حکومت میکنه. هر کی هر کاری میخواد بکنه میگیرنش. خیلی چیزای دیگه. میگفتن فقیرا زیاد شدن، بی پولن. از این حرفا زیاد میزدن. یاد ننم افتادم. خب راست میگن. نگاه کن، مثل ننم. بعضی حرفاشون رو نفهمیدم. خیلی یواش حرف میزدن. نمیشنیدم چی میگن. انگاری که میترسیدم بلند حرف بزنن. اونجوری که میگفتن باید کاروبار محمد کچل خوب بشه. اون از طیب یه چیزایی گفتن. از شعبون بیمخ. از این چیزا میگفتن. علی تا اسم طیب رو شنید گفت حسین زاغی چند روز پیش تعریف کرد بین طیب و حسین رمضون یخی دعوا و چاقوکشی شده. میگفت تو خیابون لاله‌زار 7 کچلون که نوچه‌های حسین رمضون یخیان زدن شکم طیب و سفره کردن. ببین حسین رمضون یخی کیه دیگه که 7 تا نوچه داره. بعد گفت طیب بردم بیمارستان با شکم پاره از بیمارستان زده به چاک. میتونه راه بره. بعد که باش حرف زدن گفته از دست شاه ناراحته. میگه حسین رمضون یخی هم برای همین مسئله زده لت و پارش کرده. حسین گفت اینو نشنیدم. یکی از اون جوونا میگفت حسین رمضون یخی با طیب آشتی کرده. میخوان با خمینی یکی بشن. میخوان به شاه بگن حرفاشونو گوش کنه. میگفتن خمینی غیب میشه. با امام زمان رابطه داره. خلاصه من نمیدونم ولی خیلی از این حرفا میزدن. علی که از حرفای حسین تعجب کرده بود گفت ولی حسین زاغی گفته به خاطر شیتیله کردن دارن دعوا میکنن. حسین گفت نمیدونم ولی اونا میگفتن سر خمینی چاقو کشی میکنن چون طیب طرفدار خمینیه، حسین رمضون یخی طرفدار شاهه. علی که از ماجرا خوشش اومده بود از حسین پرسید حالا اگه طیب بیاد سر کار چی میشه؟ حسین که احساس میکرد مسئله جدیدی رو برای گفتن مطرح کرده با غرور گفت ندیدی مگه محرم که میشه همه میان وامیستن دسته طیب رو نگاه میکنن. دستاش خیلی طول و درازه. یه علامت 40 تیغه داره. میگن خود طیب اینو میکشونه. 40 تیغه؟ آره. میدونی چند متر میشه؟ 20 متر میشه. تو خیابون ری فقط جا میگیره. هر کی دیگه تو دستش بگیره لنگر میندازه. یه بار لنگر انداخت طیب دستشو زد به کمر اون که علمو نگه داره. علم برای طیب تعظیم کرد. بعد اون یارو خیلی از طیب خجالت کشید. علمو داد به طیب. میگن هر کی این علمو نگه داره هر گناهی که کرده باشه بخشیده میشه. میره بهشت. اون یارو هم اینو میدونست به خاطر همین علم لنگر انداخته بود. یه سر دسته سینه زنی تو میدون سبزیه، یه سرش هم سرا بوزر جمهری. حالا اگه بیاد سر کار حتما درازترم میشه. علی کمی فکر کرد و رو کرد به حسین و گفت پس حتما نظری زیاد میده. حالا حرفتو نگه دار برم از هاش خانوم بپرسم پولو میده یا نه. علی به خانه رفت. در حیاط باز بود. خیلی از همسایه ها از خانه بیرون رفته بودن. شلوغی همیشگی وجود نداشت. برخی مشغول شستن لباس درون تشت‌های خود و برخی در حال آشپزی بودن. هاش خانوم چون باطمه جلو در اتاقش نشست و با باد بزن حسیری خودشو باد میزد. هیچ حرکتی داخل خانه از نظر او پنهان نمیماند. تا علی رو دید گفت امروز تعطیلی؟ باید بگیری بخوابی. ابرام و اسمالم خوابیدن. علی ایستاد و خیلی آهسته گفت آخه چند روز بازی نکردم. رفتم کمی بازی کنم. خب خوبه. حتما رفتی سگ بازی آره؟ خودتو نجس کردی؟ خب سگ بازی نکنم چی کار کنم؟ حالا چرا اینجوری یواش حرف میزنی؟ چرا اینجا ایستادی؟ هیچی هاش خانوم. نکنه بازم بیرونت کردن. چی شده بازم؟ چی میخوای بگی؟ هاش خانوم یه چیز میگم به مامانم نمیگی؟ دیگه چی شده؟ بازم خرابکاری کردی؟ چی میخوای بگی؟ علی سرش رو به گوش هاش خانوم نزدیک کرد و خیلی یواش گفت من 20 تومن از پولمو لازم دارم. هاش خانوم با دهان باز برگشت و به چشمای علی نگاه کرد و با تعجب خیلی آهسته از او پرسید برای چی میخوای ننه؟
برای یه کار خیر میخوام حاج خانم. مادر یکی از دوستان بیکار شده. خودش هم روزی 2 تومن مزد میگیره. اونا نمیتونن با این 2 تومن زندگی کنن. میخوام 20 تومن بهش قرض بدم. وقتی مادرش رفت سر کار پولمو برمیگردونه. حاج خانم غافلگیر شده بود. هاج و واج به علی نگاه میکرد. میخواست نشان دهد از کار علی خوشش آمده. اما در دادن پول دچار تردید بود. بعد گفت حالا این پسره کی هست؟ مامانت میشناستش؟ میدونی اگه عزت خانم بفهمه چی کارت میکنه؟ تازه معلوم نیست که بهت پس بده. علی با عجله گفت حاج خانم اونو نمیشناسی. مامانم هم اونو نمیشناسه. به اون مکه که رفتی قسم میخورم که پولو بر میگردونم. اونا خرج خونم ندارن. حاج خانم که هنوز مردد بود پول را بدهد یک کمی ناونو کرد و در آخر گفت اگه مطمئنی پولو برمیگردونه برم از قلک در بیارم. ولی یادت باشه که 20 تومن گرفتی یا آخرش نگی پولم کما. اینقدر داشتم حالا چرا اونقدر دارم؟ نه حاج خانم. خب میتونیم رو دیوار بنویسیم. حاج خانم کمی به علی نگاه کرد و گفت راست میگی؟ نری با پول یه کار دیگه ای بکنی؟ مثلا چی کار کنم حاج خانم؟ ننش بیکاره. فکرشو بکن. تو پول نداری که به کسی کمک کنی. ولی اگه فکر میکنی پولو بهت برمیگردونه خب باشه میرم میارم. حاج خانم با کمر خمیده به اتاق رفت. صدای پولخوردها از قلک شنیده میشد. بعد از چند لحظه با چند تا اسکناس 1 تومانی و 5 ریالی بازگشت. به علی داد. علی به پولها نگاه کرد. به یاد سختی‌هایی افتاد که برای به دست آوردن آنها کشیده. به نظرش بدشکل بودند. با خود پنداش 1 اسکناس 20 تومانی زیباتر است. به حاج خانم گفت شما این پولا رو بردار، یه 20 تومانی به من بده. حاج خانم رفت و با 2 تا 10 تومانی برگشت. آنها را به علی داد. پولهای قبلی را از او گرفت. علی از خوشحالی برافروخته شده بود. دوباره خیلی آرام به حاج خانم گفت به مامانم نگی یا اگه بدونه منو دعوا میکنه. لبخندی بر روی لب‌های حاج خانم پیدا شد. بدون اینکه به علی نگاه کند گفت نه نمیگم. باشه اگه تو نگی خب منم نمیگم. علی از در خارج شد با 2 تا 10 تومانی که حاصل 2 هفته کارش بودن. حسین یخچالی هنوز به دیوار تکیه داده بود. تا علی را دید از جا بلند شد. وقتی 2 تا 10 تومانی را در دست او دید پرید جلو و دست روی شانه او گذاشت و با لبخند رضایت آمیزی به او نگاه کرد و فکر کرد چطوری جرأت میکنه 20 تومن به من بده؟ همه میگن این دزده، چاقوکشه، لاته. این به من 20 تومن قرض میده، یعنی 10 روز کار کنه تازه میشه 20 تومن. علی که از کار خودش خوشحال بود با خود اندیشید اگه پولمو برنگردونه چی؟ مگه میشه؟ ما با هم رفیقیم. یادت رفته که چدنا رو فروختیم با پولش نون خریدیم؟ خب حسین میتونست بگه من چدنا رو پیدا کردم، به من هیچی نده. حسین با خوشحالی به علی گفت من خیلی خوشحالم که یه دوستی مثل تو دارم. تا حالا هیچ کس با من دوست نبوده. همه منو مسخره میکردن. حالا تو میای 20 تومن به من قرض میدی؟ اگر کسی امکان مالی داشته باشد و بتواند به کسی کمک نماید حتما کاری با ارزش کرده. اما اگر شخص خود در فقر زندگی کند و مقداری از دستمزد ناچیز خود را جهت حمایت از دوستش مصرف کند بسیار ارزشمندتر از آن کسی می باشد که امکان کمک را دارد. در مراودات جاری بین انسانها همیشه دلایلی وجود دارد که بر اساس آنها اعتمادها به وجود می آیند. هرگاه این دلایل بی اهمیت شوند شکست اعتمادها نیز شروع خواهد شد. کودکان احتیاج به این گونه دلایل ندارند. اعتماد و دوستی بر اساس درخواست‌های انسانی بی‌ریا و کلک شکل می‌گیرد. بر همین اساس است که قراردادها را بزرگسال‌ها امضا می‌کنند. علی گفت حسین بیا قول بدیم دوستی ما از بین نمیره. باشه قول میدم که دوستی ما از بین نره. بعد دست روی شانه یکدیگر گذاشته و سرهای خود را به هم نزدیک کردند. به سرعت با یادآوری سنت مردانه از اشک‌ریزی و سر بر سر هم تکیه دادن پشیمان و شرمگین گردیدند. حسین یخچالی به سرعت از علی فاصله گرفت و گفت الان کسی ببینه میگه اینا دارن کونک بازی میکنن. ننم میگه 2 تا پسر اگه همدیگه رو بغل کنن یه چیزیشون میشه. بچهای دیگه باشون بازی نمیکنن. فکر میکنن اونا کونی هن. علی پرسید راستی تو نوروز درازه رو میشناسی؟ حسین نه.
نوروز درازه دیگه کیه؟ تو همین کوچه ما میشینن. آها، اون پسر ریقوه رو میگی؟ اون تهش باد میده. یعنی خودش هم وضعش خرابه؟ آره، اونو چند روز پیش دیدم توی یخچال سومی. چند تا پسر بزرگتر داشتن ترتیبشو میدادن. علی با تعجب به حسین نگاه کرد و گفت مگه میشه؟ چند هفته پیش اون چند تا از بچهای بزرگتر از ما رو تو خونش جمع کرده بود. اون پسره آفتابگردونو که میشناسی؟ آره بیچاره، همه اذیتش میکنن. پشت سرش راه میافتن داد میزنن آفتابگردون آفتابگردون. راست میگی، بیچاره رو میبرن کارهای دیگه هم باش میکنن. اون روز داشتیم توی یخچال بازی میکردیم، یهو نوروز رسید و گفت بچه‌ها بریم خونه ما. تمر هندی خریدم با هم بخوریم. ما همه رفتیم اونجا ولی از تمر هندی خبری نبود. یهو مسئله کنکونک بازی رو پیش کشید. بعد گفت بچه‌ها بیاید آفتابگردونم بکنیم. بدبخت آفتابگردون آورده بودن اونجا. اصلا حالیش نبود که اونا باهاش چی کار میخوام بکنن. اونا شلوارشو کشیدن پایین. آفتابگردونم هی داشت میخندید. انگار حواسش جمع نیست. اصلا هیچی نمیگفت. آفتابگردون هنوز با دست راستش جلو خورشیدو گرفته بود که خورشید تو چشمش نزنه. بعد هی دستشو میبرد جلو خورشید، هی میآورد پایین. یه کلمه حرفم نمیزد. رو لباش هم یه خورده خنده داشت. هر کی نگاش میکرد میگفت خودش هم دلش میخواد. ولی من فکر کنم اصلا حالیش نبود. شلوارشو که کشیدم پایین اصلا باش حرف نزدن. ولی خدا بهش رحم کرد. میگن خدا طرفدار بیزبوناست. راست میگن. اونا هنوز کارشون رو شروع نکرده بودن که یهو صدای ماشین اومد. نوروز دست پاچه شده بود. از سر کوچه تا دم در خونه اونا فقط 20 مترم نیست. گفت یا ابوالفضل، خارجنده ها، بابا ننم اومدن. همه شلوار رو کشیدن بالا. خودش سری رفت در رو باز کرد. سر کوچه رو نگاه کرد و گفت بچه ها همه در برید. ننه باباش اومده بودن. اونایی که تو صف وایساده بودن سری شلوار آفتابگردون رو بالا کشیدن. کسایی هم که داشتن نگاه میکردن از در زدن بیرون. پدر مادر نوروز دراز وقتی اومدن ما رو اونجا دیدن جا خوردن. پدرش شروع کرد به فحش دادن. یه لگدم زد تو کون آفتابگردون. اون فکر کرده داره باهاش شوخی میکنه. خندید. شلوارش یه تناب داشت که باید به دور کمرش بسته میشد. کسی تنابو براش گره نزده بود. وقتی پدر نوروز میخواست یه لگد دیگه بهش بزنه در رفت. یهو شلوارش از پاش افتاد. برای اون اینجوری بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دیدم که ننه بابای نوروز زدن زیر خنده. بعد پدر نوروز گفت این دیگه کیه اینجا اومده؟ من دم در وایساده بودم. میترسیدم برم کمکش کنم. وقتی پدرش دید نمیتونه شلوارش رو بالا بکشه خواست کمکش کنه. نوروز این کارو کرد. انگار بابای نوروز چیزی نفهمید. حالا میگی نوروز خودش هم حالش خرابه؟ مگه میشه یه نفر که خودش تهش باد میده بخواد ترتیب کسی رو بده؟ یعنی میتونه کسی دیگه رو بکنه؟ حسین گفت نمیدونم. خب حتما این کارو میکرده که بگه بیایید منو بکنید. نمیدونم. اشعه خورشید درون چشمهای حسین رخنه کرده بود. دلش برای آفتابگردان سوخت. اشک درون چشمهایش چون سدی در حال طغیان بود. ناخودآگاه چشمهایش را با آستین پیراهن چرکینش پاک کرد و زیر لب به نوروز فحش داد و گفت حتما همونا که ترتیب نوروزو میدن میخواستن ترتیب آفتابگردونم بدن. اسکناس‌های 10 تومانی میان انگشت‌های علی می‌رقصیدند. چشم‌ها را به خود جلب می‌کردند. ناخودآگاه هر دو به آنها نگاه کردند. مسئله تجاوز به پسری مطرح شده بود، حالان که دخترها در ذهن آنها وجود نداشتند. کسی نمی‌دانست که این غریزه جنسی را می‌توان تربیت کرد و به جای فکر کردن به پسرها، زمینه معاشرت دخترها و پسرها را فراهم آورد. یا دست کم ارتباط این دو جنس را از نظر عاطفی نزدیک می‌نمود. کودکانی مثل این دو معمولاً فکر کردن به دختر را گناه کبیره می‌دانستند. در دین اسلام نگاه به ناموس دیگران گناه کبیره محسوب می‌شود. لذا فکر کردن به پسرها نه تنها در میان کودکان بلکه خیلی وحشتناکتر بین بزرگسالان متداول بود. برای علی تجاوز پسرها به پسرها چیز جدیدی نبود،
برای حسین آنگونه که خودش در مورد نوروز صحبت می‌کرد نیز تازگی نداشت، ولی هر دو به این فکر بودند که چرا پسرها به هم نظر دارند. ناگهان حسین پرسید: علی، تو اصلا یه دختر دیدی؟ علی کمی احساس شرم کرد، چرا که 4 خواهر داشت و پیش خود فکر کرد نمیتواند بگوید نه. چرا که خواهر حریم ناموسی محسوب میشد و نباید کوچکترین اطلاعی از خواهر خود به او و هیچ کس دیگر بدهد. ولی روزی را به خاطر آورد که از جلوی در زیرزمین خانهشان رد شده بود. در آن روز صدای خنده‌های دخترانه را از زیرزمین شنید. برای کنجکاوی به زیرزمین رفت. در آنجا دختر غلامعلی خان را با 2 خواهر خود و 2 دختر همسایه که در آنجا نشسته بودند دید. علی تا آن زمان راجع به آن اتفاق با کسی صحبت نکرده بود. لذا موقعیت را مناسب دید و گفت: آره دیدم. دم مدرسه دخترونه که اجازه نمیدن ما بریم. 100 تا به پا دارن. یه بار تو زیرزمین خونه خودمون یه چیزی دیدم که فکر کنم دیگه برام پیش نمیاد. چی دیدی؟ غلامعلی خان یه دختر داره، اسمش ثریاست. 16 سالشه. میره مدرسه پرستاری. چند روز پیش صدا خنده از زیرزمین خونمون شنیدم. نمیدونستم که کی اونجاست. رفتم ببینم چه خبره. چون سابقه نداشت از اونجا صدای خنده بیاد بیرون. از پلا رفتم پایین، دیدم وای، دختر غلامعلی خان بدون روسری نشسته. موهاش بلند و صاف بود. ندیدی؟ اینقدر خوشگل بود که نگو. گیساش از یه طرف صورتش آویزون بود. یه دامن گشاد بلند پوشیده بود. نمیدونم دامنشو زده بود بالا یا اینکه اصلا دامنش دامن معمولی نبود. یه جوری بود که تا بالای روناش بیرون بود. اصلا جلاب و شلوارم پاش نبود. هر 2 تا رونش مثل برف بود. تا رسیدم اونجا چشمم خورد به رونای لختش. تا اون موقع رون لخت دختر ندیده بودم. اونم دختر همسایه رو. نشسته بود روی سکو. همه دورش جمع بودن. مثل اینکه رئیس اونا بود. داشت براشون تعریف میکرد. فکر میکنم داشت از راه به درشون میکرد. صداش از بیرون شنیده بودم. داشت براشون از دکترای توی بیمارستان حرف میزد. انگاری راجب چند تا دکتر حرف میزد که تو بیمارستان خاطرخواشن. دخترای دیگه هی ازش سوال میکردن و میخندیدن. تا منو دیدن انگار زلزله اومده. خواهرام روسری نمیذارن، ولی تا منو دیدن هی به پاهای ثریا نگاه میکردن. هی میگفتن چرا اومدی اینجا؟ برو بالا زشته. یه جوری جلو ثریا رو میگرفتن که چشمای من به پاهای ثریا نیفته. انگار من اومده بودم پاهای اونو نگاه کنم. منم که بدم نمیومد. هی به پاهای اون نگاه میکردم. نمیدونی چی بودن؟ سفید. اون 2 تا دختر همسایه هم که روسری داشتن داد میزدن ای وای خدا مرگم بده. هی نوک انگشتاشونو گاز میگرفتن. منم برای اینکه اونجا بیشتر بمونم سر به سر اون 2 تا دختر میذاشتم. خواهرام تو زیرزمین دنبالم میکردن. منم شوخی و مسخره بازی میکردم تا بیشتر اونجا وایسم. هی چشام میرفتن رو پای ثریا. انگار ثریا هم بعدش نمیومد که من بهش نگاه کنم. اینجوری فهمیدم. چون با خنده به من نگاه میکرد. انگار میگفت بیا کنارم بشین. اون 2 تا دختر همسایه هم بعدشون نمیومد، ولی خواهرام هی میخواستن منو دگ کنن. به صورت ثریا نگاه میکردم، به پاهاش نگاه میکردم. خنده‌شو که میدیدم معلوم بود که دوست داره من بیشتر اونجا باشم. دوباره از دست خواهرام در میرفتم تا یه کمی بیشتر اونجا باشم. خواهرام داشتن خودشونو میکشتن. بالاخره منو به زور فرستادم بالا. رفتم بالا ولی بازم برگشتم. خیلی خنده دار بود. اونا میخندیدن. من کیف میکردم. از بالای پله زیرزمین وایسادم گوش دادم. همه غیر از خواهرام از مردا حرف میزدن. علی کمی مکث کرد و به فکر فرو رفت و حرفای خواهرهای خودش را در مورد مردها بیاد آورد. بعد گفت اونا میگفتن اون مرده اینجوریه، اون یکی اونجوریه. ثریا که حرف میزد همه ساکت میشدن. دیگه نتونستم بمونم. رفتم بالا. روزای بعد همش به پای ثریا فکر میکردم. ولی دیگه یواش یواش از سرم رفت. بعد از اون روز هر چی کشیک دادم که ببینم ثریا کی از خونه میره بیرون یا میاد خونه، دیگه اونو ندیدم. میره مدرسه شبانه روزی. خودم هی فکر میکنم خوش به حال دکترا. حسین که از واقعی ثریا به هیجان آمده بود رو کرد به علی و گفت اگه اونو میدیدی چیکار میکردی؟
اگه ثریا بیاد توی یخچال یه روزه آبستن میشه. مثلا اگه یه دختر باشه اینجا بخواد با تو بازی کنه چیکار میکنی؟ یه دختر بیاد اینجا مگه میشه؟ دخترها صاحب دارن. تازه چیکار میشه کرد؟ من که روم نمیشه با اون حرف بزنم. مگه میشه یه قل و قل بازی کرد؟ فقط با اونا میشه یه کار کرد. تا من بخوام حرف بزنم بزرگا نمیذارن. یعنی ما که نمیتونیم کاری کنیم. تازه اگه بشه کاری هم کرد بزرگا میان نمیذارن. میخوان خودشون اون کارو بکنن. مگه بریم توی یخچال سومی. تازه اونجا خودم هم نمیرم. نکنه کسی منو بگیره خفه کنه. خب تو چی کار میکردی؟ حسین با خنده و شوخی برای اینکه خودش را پخته‌تر نشان دهد گفت اگه یه موقع یکی بیاد اینجا خب ترتیبشو میدم. بعد شروع کرد به خنده و گفت حالا بعدش چی میشه نمیدونم. اول ننم میگیره یه فصل منو میزنه. میگه 100 بار بهت نگفتم به دختره مردم نگاه نکن، نامحرمن. تازه فکر میکنم اگه دختر رو بیان اینجا با ما بازی کنن همه ما میریم جهنم. بعدش هی باید نماز بخونی، بعدش هم کس دیگه ای زن نمیگیره. علی برای اینکه صحبت رو عوض کند از او پرسید راستی داشتی راجع به تریاک حرف میزدی؟ آها، خلاصه باید همیشه منتظر باشم تا بهم تریاک بدن ببرم به این ور اون ور بدم. ولی چی کار کنم؟ کاری از دستم بر نمیاد. باید کار کنم. اگه دیدم یه کار بهتری پیدا میشه حتما کارم رو عوض میکنم. بعد به 2 عدد 10 تومانی نگاه کرد. آنها رو از دست علی گرفت و با خوشحالی گفت پس من میرم خونه این پولو بدم ننم. میخوام بهش بگم علی بهم قرض بده. بعد تند از جا بلند شد و مثل این که پرواز میکنه شروع به دویدن کرد. علی همونجا ایستاد و حسین را نگاه کرد. چند متری مانده بود که حسین به خانه برسد. بلند بلند فریاد زد ننه ننه. زلیخا فکر کرد حسین برای خوردن ناهار به خانه آمده. به سوی دیگ نان رفت تا تکه نانی بیرون بیاورد، ولی صدای حسین خیلی با هیجان بود. لذا پریشان سر از گونی آلونک بیرون آورد و گفت ها چیه؟ چی شده؟ علی جیغیل 20 تومن به من قرض داد. قرار شد وقتی که تو سر کار رفتی پولشو پس بدی. ننه مگه نگفتم از کسی پول قرض نکن؟ بچه تو چرا از اون پول گرفتی؟ چیه مگه؟ خب دوستمه. آدم از دوستش پول قرض نمیکنه. تو خودت چرا پول قرض میکنی؟ من از دوستم قرض نمیکنم. از نزولخور قرض میکنم. اگه نتونستم بدم کارم میفته به دعوا مرافع. با دوست که نمیتونی دعوا کنی. ولی من با دوستم دعوا نمیکنم. بالاخره پولشو میدم. تو هم که همیشه بیکار نمیمونی میمونی؟ نه بالاخره یه کاری پیدا میکنم. ولی اگه نتونستی بدی چی؟ منم که دارم کار میکنم. اگه همینجوری باشه یعنی مجبور نشم به غیر از تریاک چیزای دیگه بفروشم، یعنی دیگه مشتریاش بیشتر از اینا که هستن نشه. حتما بعد از چند هفته دیگه مزدمو زیاد میکنه. نن آقا که خیلی ازم تعریف میکنه. خودشم مثل این که میخواد مزدمو زیاد کنه. پایان بخش 13. بخش 14 از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. قسمت 3. جنایت در کوچه. آره ننه، منم کار پیدا میکنم. میرم سر کار. بیا این 2 تا 10 تومانی رو بگیر گم نشه. نه بده بذارم توی این کیسه. همیشه به گردنم آویزونه. حالا میرم یه نونی چیزی بخرم. نهار که نخوردیم. برم زود برمیگردم. یادت نره دور نریا. حسین مسرور از داشتن دوستی مثل علی دوباره به سوی او حرکت کرد و باز هم با خود اندیشید. بالاخره منم یه دوست خوب پیدا کردم. اینجوری که ننم میگه پدر خدا بیامرزم هیچ وقت با کسی دوست نبود. هر کس هم که دور و برش بود یا قمارباز بود یا مشروب خور و یا معتاد یا دزد. تو این محل همینجوری هستن دیگه. مگه اینکه آدم بره چهارراه سرچشمه. اونجا آدمای پولدار و بازاریا زندگی میکنن.
ما این اتاق هم نمیتونیم نگه داریم، چه برسه به این که بریم خیابون پامنار و یا بازار سلطانی. حالا مثلا یه دوست پولدار پیدا کنم، چی کار میتونه برام بکنه؟ یعنی بهم پول قرض میده؟ اگه بهم پول قرض نده چی؟ چه خرم؟ این چه فکریه میکنم؟ علی و حسین در بعد از ظهر آن روز هم با هم بودند و بالاخره هر یک به خانه رفتند تا خود را برای فردایی که بهتر از آن روز نبود آماده کنند. فردای رویایی پر از امید و آرزوهای زیبا. نمیدانستند چگونه باید به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند. رویایی که برایشان معنی خوشبختی داشت. از نظر آنان خوشبختی تعریف و عینیت دیگری داشت. آنها با آنچه که بود می ساختند و برای آنچه که نمی دانستند و نامش را خوشبختی می گذاشتند فداکاری می کردند. جان می دادند. عشق می ورزیدند و سرآخر ناامید به امیدی دیگر چشم می دوختند و به آن دل می بستند و در آن غوطه بر می شدند. به خواب می رفتند. حسین هنوز به درستی چشمهایش را روی هم نگذاشته بود که زلیخا او را از خواب بیدار کرد. حسین بلند شو، الان آفتاب میزنه، پاشو یه تیکه نون بگیر دستت، برو. حسین همان کتانی های نیمداری را که به علی عاریه داده بود به پا کرد. تقلا و تلاش در مواقع کار کردن به او فهماند که پاشنه کفشهایش را باید بالا بکشد. متوجه بود با ژست لاتی نمیتواند با کسان دیگر که از او تنومندتر و بزرگتر هستند رقابت کند. یاد گرفت برای همان 2 تومان که روزانه دریافت میکرد باید در مقابل کسی که به او مزد میدهد و از نظر قدرت بدنی از او ضعیفتر است نه تنها کوتاه بیاید بلکه از او تشکر هم بکند. گرچه او خود را از همه قوی‌تر میدانست. لذا وقتی به او ظلم میشد با خود عهد میبست اگر روزی امکانی برایش مهیا شد او نیز میتواند تلافی کند. او برای تلافی کردن با خود عهد میبست و منتظر میماند تا امکانی برایش فراهم شود. او تکه نانی به دست گرفت تا میدان شاه پیاده رفت. از آنجا مثل همیشه لابلای مردم بدون بلیط سوار اتوبوس شد و در ایستگاه سادات پیاده شد. حاج مصطفی با پسرها و مادرشان مشغول جنب و جوش بودند. مجتبی کوچکترین پسر خانواده که حدوداً 16 ساله بود تا حسین را دید با پرخاش به او گفت چرا دیر کردی ننه سگ؟ هر روز داری دیر میای؟ فردا صبح باز سر وقت اینجا باشی. کاه مفتی که نداریم بهت بدیم؟ برو تو مغازه رو جارو بکش. سطل آبا از تو بشکه از اونجا پر کن. همه این دور و برا رو باید آب بپاشی. خودت باید هر روز این کارا رو بکنی. هی من باید بیام بهت بگم. بچه به این خنگی ندیدم. پیش از جارو اول یه آب نمدار بزن. بعد جارو کن. مواظب باش گرد و خاک نکنی. وقتی جارو تموم شد یه آب درست حسابی بزن رو زمینا. گل و شل نکنی یا زود تمومش کن. بعد بیا اینجا کلی کار داریم. زود باش. بجم. گفتم بهت گرد و خاکم نکنی؟ دیروز که ریدی به سر و هیکل ما. تون کار کن. خیلی کونگشاد بازی در آوردی. توهین‌ها و تحقیرهای مجتبی تاب و تحمل حسین را تمام کرده بود. اما به روی خود نمی آورد. سختی کارش در این مدت گرچه زیاد بود ولی سختی توهین‌های مجتبی برایش تحمل ناپذیرتر بود. بعد از تمام شدن کارش عرق ریزان به سوی مجتبی که مشغول کار دیگری بود رفت و منتظر ماند تا مجتبی وظایفش را به او بگوید. مجتبی دوباره توهین‌آمیز به حسین گفت مثل اینکه جد زیاد شده. حسین به یاد سفارش مادر افتاد که گفته بود ما دیگه کسی ها نداریم که پول ازش قرض بگیریم. باید هر طور شده کار کنی. منم معلوم نیسته که بیکار باشم. به همین جهت با خونسردی به مجتبی گفت تموم شد. الان بساط پیاده رو میچینم. مجتبی که هنوز سبیل‌هایش سبز نشده بود با تشر گفت بچه پر رو. داخل پرانتز در محاورات روزانه کوچه بازاری بچه پر رو به معنی بچه‌ای که خراب است می باشد. پرانتز بسته.
بچه پررو، برو چوب و تخته ها رو از پشت دکون بیار. حسین با سرعت به سوی تخته و پیت‌های حلبی که مقداری سنگ و خاک داخل آنها ریخته بودند تا سنگین شود را با سختی یکی پس از دیگری به آن سو آورد. 9 عدد پیت را به صورت 4 ضلعی در پیاده‌رو قرار داد تا الوارهای سمتری را روی آنها قرار دهد. چون الوارها سنگین بودند و حسین نمیتوانست به تنهایی آنها را از روی زمین بلند کند، مجتبی سر دیگر الوارها را گرفت و روی پیتها گذاشتند. بدین وسیله میز بزرگی درست کردند. با پارچه رنگ و رو رفته‌ای روی آن را پوشاندند. بعد بساط شکلات، نوشیدنی، زولبیا و بامیه را روی میزها پهن کردند. وقتی کار حسین تمام شد، مجتبی او را صدا کرد و با همان فحش‌های همیشگی گفت: برو ننه آقا کارت داره. حسین به طرف ننه آقا رفت. با خود فکر کرد حتما چون دیر اومدم میخواد بگه از فردا دیگه نمیخواد بیای. سعی میکرد ناراحتی خودش را نشان ندهد. با سری خمیده به ننه آقا نگاه کرد و با صدای نحیفی گفت: سلام ننه آقا. ننه آقا زنی 60 ساله به نظر می آمد. از زمانی که شوهرش را به جرم فروش تریاک دستگیر کرده بودند، مسئولیت سبزی فروشی به عهده او گذاشته شده بود. وقتی شوهرش دوباره از زندان آزاد شد، ننه آقا به او اجازه نداد مسئولیت مغازه را به عهده بگیرد. به او گفته بود تو پرونده داری، کونت گوهیه، تا یه چیزی بشه میان در مغازه رو میبندن. بهتره کارای مغازه رو بدی دست من. اون به دست زنانی تعلق داشت که ضمن قبول سنت مرد سالاری مسئولیت‌های خارج از خانه رو به عهده گرفته و به خوبی آنها رو پیش می برد. در 5 سالی که شوهرش حبس بود، توانست با کمک 3 پسرش مغازه سبزی فروشی را سر پا نگاه دارد. اما شغل پرمنفعت قاچاق مواد مخدر را کنار نگذاشت. او با توزیع تریاک سعی کرد برو بیایی در محل برای خود و فرزندهایش درست کند. با پرداخت شیتیله به ماموران گشت محیط امنی برای خود به وجود آورده بود. او این کار کثیف را با درایت و زیرکی کافی انجام میداد و حساب و کتاب همه چیز را داشت. پسرهایش با عرض اندام در محل و برپایی مراسم تعزیه و نزورات جای پای محکمی برای خود ایجاد کرده، ولی هر 3 تابع مادر بودند. از این رو توانستند وجهه اجتماعی و مذهبی در میان اهالی مردم کسب نمایند. در آن روز چادر شیری رنگ منقش به گلهای ریز آبی کمرنگ را به سر کرده بود. با آن موهای سپید و سیاهش را نیم پوش و آن را از پشت به کمر بسته بود. صورتی بدون آرایش با گونه‌های سرخ نشانگر بالا بودن فشار خون وی بود. پس از گفتگوی کوتاه حتما میباید سرفه میکرد. معمولاً پس از چند تک سرفه حب قرصی از کیفش بیرون میآورد. بدون آب قورت میداد. ضمن بالا انداختن یک قرص در دهانش به حسین گفت: این قرص آسممه. بعد با لبخند ساختگی گفت: کارت توی این چند روز خوب بوده. شنیدم خیلی زبلی. پسرای من همه بیورزن. کارای این چند روزت محشر بوده. بیا این جلو 2 تا شکلاتو بگیر. از این شکلاتا ما نمیفروشیم. مخصوص کساییه که کاراشونو خوب انجام میدن. این 1-2 هفته کارتو خوب انجام دادی. باریکلا. حسین برخلاف انتظارش هاج و واج مانده و تعجب می کرد که ننه آقا با او به مهربانی صحبت می کند. با خود گفت: اینا اینجوری آدمو خر می کنن. بعد به قول علی دواخورم می کنن. تازه مجتبی که هی داره به من فحش میده. پس کی گفته من زبلم که ننه آقا میگه شنیدم زبلی؟ این از کی شنیده که من زبلم؟ پسرش که هی داره به من میگه کنگوشاد. آها، حتما اون یکی برادرش دیده که من کار میکنم. ننه آقا دستش رو با 2 تا شکلات به سوی حسین دراز کرده بود و به حسین نگاه میکرد. اما حسین با ناباوری و عدم اعتماد به ننه آقا و شکلات ها نگاه میکرد.
و از گرفتن آنها ابتلا داشت. نناقا گفت بیا خجالت نکش، اینا سهم تو هن. مجتبی هم 2 تا خورد، میخواست این 2 تا دیگه رو هم بخوره. من بهش ندادم، گفتم نه اینا مال حسینه، بیا خجالت نکش. حسین که اصرار نناقا را دید زیر چشمی به مجتبی که آن سوی کوچه ایستاده بود نگاه کرد. سرحال مشغول صحبت با مشتری ها بود. کمی خاطر جمع شد و 2 تا شکلات را از نناقا گرفت. در جیب شلوارش گذاشت. نناقا از کنار گونی های سیب زمینی جعبه‌ای مانند جعبه های قبلی بیرون آورد و به علی گفت امروزم چند تا قرار داری. اول برو این جعبه رو بده به همون مردی که هر روز میبینی. مواظب باش درشو باز نکنی یا 5 تومن رو میگیری میاری اینجا. سر ساعت 11 باید اونجا باشی. مجتبی ساعت 5 دقیقه به 11 خبرت میکنه. مواظب باش کسی تو رو نبینه. حسین قبلا هم با تردید این کار را کرده بود، ولی با وجود این فکر کرد کار دیگری از دستش ساخته نیست و باید این کار را انجام دهد. به یاد گفته مادرش افتاد که گفته بود نناقا رو میشناسم، آدم بدتینتی نیست، سعی کن سرتو بندازی پایین و کارتو بکنی. هرچی میگن بگو چشم، حرفشون رو گوش کن تا کارتو از دست ندی. بعد از اینکه قوطی رو گرفت رفت دم بساط. هنوز به بساط نرسیده بود که نناقا با صدای بلند داد زد حسین قوطی رو مواظب باش گم نشا. حسین سریعا برگشت و به او که هنوز لبخندی بر لب داشت نگاه کرد و گفت باشه نناقا. حسین تمامی حواس خود را به قوطی داده بود. نمیدانست فروش تریاک چه معنایی دارد. فقط فکر میکرد اگر قاچاق فروشی کند حتما خودش هم معتاد خواهد شد. مادرش هم همین حرف را میزد و میگفت مواظب باش معتاد نشی. انگار تریاک از جدار قوطی میتواند راه بیفتد و یک جورایی وارد بدن او شود. با همه این افکار کلنجار می رفت. او نمیدانست که تهیه و توزیع تریاک ممنوع می باشد. نمیدانست اعتیاد چه معنایی دارد. فقط فکر می کرد اگر معتاد شود بالاخره مثل پدرش کسی را خواهد کشت. در این خیالات غرق بود و برای فروش دوغ آبلی فریاد می زد که مجتبی نزدش آمد و گفت بزمجه ساعت 5 دقیقه به 11 است. بدو کون گشاد. بعد با سر و چشم به او فهماند منظورش رفتن سر قرار است. حسین دست به جیب شلوارش کشید تا مطمئن شود قوطی هنوز سر جایش است. برجستگی آن را احساس کرد و با شتاب به راه افتاد. حدود 40 یا 50 متر رفت و در همان کوچه روزهای قبل همان مرد بلند قد و لاغرندام با همان پیراهن سفید چرکین و نیمدار با شلواری زانو زده، کفشی پاشنه خوابیده و چوب دستی در دست از آن سوی کوچه به سویش هویدا شد. مرد از دور او را نگاه می کرد و گاه گداری سرش را به چپ و راست می گردانید. با این کار در حقیقت زیر چشمی پشت سرش را نگاه می کرد. وقتی مطمئن شد کسی پشت سرش نیست به حسین که رسید گفت قوطیو بده. حسین هم مانند همیشه با تاکید گفت اول پولو بده. مرد 5 تومانی را که در مشت داشت به حسین داد و قوطی را گرفت. بعد به چشمای حسین نگاه کرد و با عصبانیت گفت مادر جنده بدبخت این دفعه دیگه نگو پولو بده. تو قوطی رو بده منم پولو میدم. بعدم به اون نناقات بگو وقتی میای سر قرار باید پشت سرتو نگاه کنی. الان دارن خیلی سخت میگیرن. یهو کار دستمون میدی. حسین که از فحش مرد ناراحت شده بود با عصبانیت گفت خودتی چرا فحش میدی؟ باشه بهش میگم. مرد با بلند کردن چوب دستیش و تهدید حسین گفت این دفعه جواب بدی با همین چوب دستی میزنم تو ملاجت. همینجا بمیری بچه. حسین چوب را بر فرق خود احساس کرد. به شدت ترسید. خود را کنار کشید. با خود فکر کرد خب معتاده. ممکنه یکی بزنه تو سرم. بعد حتما میمیرم. به همین جهت کوتاه آمد و به حرفای او فکر کرد. با ترس و دلهره از راهی که رفته بود بازگشت. مرد به راهش ادامه داد. انگار خطری او را تهدید می کند. بر سرعت خود افزود و پس از اینکه از حسین فاصله زیادی گرفت در یکی از کوچه ها غیبش زد.
حسین در موقع بازگشت یکی از شکلات‌ها را از جیبش درآورد. هوس کرد آن را بخورد، اما باز هم با شک و تردید از خوردن آن امتناع کرد. پس از بازگشت به سرعت نزد نناآقا رفت و 5 تومانی را به او داد. نناآقا لبخند دیگری به او تحویل داد و در پشت دخل مشغول دریافت اجناس فروخته شده گردید. مجتبی تا حسین را دید گفت باید داد بزنی تا مردم بیان اینجا خرید کنن. بگو دوغ آبلی داریم، کوکاکولا داریم، یخ داریم. حسین مشغول تبلیغ شد و در حین داد زدن 2 شکلات را از جیب شلوارش بیرون آورد و به مجتبی نشان داد و به او گفت بیا یکی از اینا رو بخور. مجتبی تا چشمایش به شکلات افتاد هر دو را از او قاپید و شروع کرد خوردن. حسین خیالش راحت شد که شکلات‌ها از نوع تریاک و یا چیزی برای معتاد شدن نیستند. لذا به مجتبی گفت نناآقا 2 به من داده بود. مجتبی بدون توجه به حرفای حسین هر 2 شکلات را خورد. مصطفی برادر بزرگتر مجتبی که مشغول چیدن هندوانه روی تخته‌های بیرون مغازه بود، ماجرا را از ابتدا زیر نظر داشت. از زرنگ‌بازی مجتبی ناراحت شد و در حمایت از حسین گفت خواهر جنده شکلات بچه رو بده، تو که مال منم خوردی. مجتبی نه تنها از فحش ناموسی برادرش ناراحت نشد، بلکه به حسین گفت خواهر جنده به جای کار کردن داره بچه ننه بازی در میاره. حسین در تعجب بود که چگونه 2 برادر به همدیگر فحش خواهر میدهند. با خود گفت این مادر جنده ها هر چی میخوان به هم فحش بدن ولی به من یکی نمیتونن فحش بدن. بعد با ناراحتی رفت جلوی مجتبی. ضمن اینکه سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند، با تحکیم به او گفت این دفعه اگه به من فحش ناموسی بدی جوابتو میدم. مجتبی که انتظار حاضر جوابی از یک پسر بچه 10 ساله و شاگرد زیر دست خود را نداشت، با کف دست پشت گردن حسین نواخت و با عصبانیت گفت خواهر جنده مگه تو خواهر داری؟ وقتی حسین این جمله رو شنید احساس کرد کاسه آب یخ روی سرش ریخته شده. 4 چشمی در چشمای او نگاه کرد. نمیتوانست چیزی بگوید و نه جلوی لبخند خودش را بگیرد و نه فحش را برای خودش معنی کند. چند لحظه به مجتبی نگاه کرد و با خود فکر کرد. راست میگه، من که خواهر ندارم. درسته که خواهر ندارم، ولی تا حالا هر کی به من فحش خواهر داده یقشو گرفتم. از مجتبی پرسید تو از کجا میدونی من خواهر ندارم؟ من که نگفته بودم. مجتبی دوباره با لحنی توهین‌آمیز گفت خب به خاطر همین میگم خیلی بدبختی. فکر کردی ما تو رو نمیشناسیم؟ ما میدونیم ننت کیه، بابات کیه، چند کلاس سواد داری. بدبخت، حالا داری از من ایراد میگیری؟ حسین متوجه شد نناآقا از اول او را میشناخته. مادرش هم گفته بود سرت را پایین بنداز و به کارت ادامه بده. از توضیح مجتبی متوجه شد آنها نیز خواهر ندارند و به همین جهت فحش خواهر نثار هم می‌کنند. این خانواده هر روز بعد از ظهر 2 ساعت مغازه را تعطیل می‌کردند. روی میوه‌ها و همه اجناس فروشی را می‌پوشاندند و به خانه می‌رفتند. گویا عروس‌ها برایشان غذا می‌پختند تا همگی دور هم نهار صرف کنند. وظیفه حسین این بود که در آنجا باشد و هوای اجناس و دستبرد دزدان احتمالی را داشته باشد. او اجازه فروش نداشت. به مراجعین احتمالی نیز میگفت که از ساعت 4 بعد از ظهر میتوانند رجوع کنند. خود نیز نانی به همراه میآورد و در این ساعت نان خود را صرف مینمود. بعد از ظهرهای مرداد ماه بسیار گرم بود. بیشتر مردم به خانه‌های خود رفته، به ندرت کسی در کوچه پرسه می‌زد. یکی از همین روزها حسین از شدت گرما کلافه شده بود. برای فرار از تابش مستقیم خورشید داخل مغازه شد. در آنجا با وجود گرما ملایم‌تر از محیط بیرون از مغازه بود. جهت وقت گذرانی مشغول تماشای روزنامه‌هایی شد که برای پوشاندن کهنگی و کثیفی دیوارهای مغازه بر آنها چسبیده شده بودند. حسین با سختی مشغول خواندن جمله‌ای در یکی از آنها شد. قسمتی از جمله مورد نظرش زیر روزنامه کناری قرار گرفته بود. حسین با انگشت روزنامه را بلند کرد تا زیر آن را بخواند. متوجه برآمدگی مشکوکی زیر روزنامه شد.
حس کنجکاوی وی را بران داشت تا آن قسمت از روزنامه را بلند کند تا بفهمد آن برجستگی چیست. وقتی روزنامه را کنار زد با کمال تعجب یک گودی یافت که در آن بسته‌ای نهفته بود. بسته‌ای که با روزنامه بسته‌بندی شده بود. مشخص بود که کسی خیلی پیشتر آن بسته را آنجا جاسازی کرده بود. حسین فکر کرد حتما کسی آن را در آنجا گذاشته و فراموش کرده بردارد. با تردید بسته را بیرون آورد. روزنامه دوران را با احتیاط باز کرد. تعجبی زیاد نکرد وقتی لوله تریاک به اندازه تقریباً 5 سانتی متر را در آن یافت. حسین قبلا قطعات تریاکی را که پدرش هر از چندگاهی با وافور می‌کشید دیده بود، اما هرگز قطعه تریاکی به این بزرگی ندیده بود. از شکل و بوی او کاملا مطمئن شد تریاک است. با دیدن آن دچار دلهره و ترس شد. میدانست که قوطی هایی که برای مشتری ها میبرد تریاک هستند. اما ننه آقا همیشه تاکید داشت که داخل قوطی ها را نگاه نکند. با دیدن این قطعه تریاک او اطمینان یافت که هر روز برای توزیع تریاک فرستاده می شود. با خود گفت میدونستم تریاک هستن. حالا هی داره تعدادشون زیاد میشه. نکنه مثل آقام تریاکی بشم. اینا حتما منو تریاکی میکنن تا جنساشون رو بفروشم. اینا خودشون هیچ وقت تریاکی نمیشن. منو تریاکی میکنن. خودشون اگه تریاکی بشن نمیتونن کار کنن. به قطعه تریاک فکر کرد. بسته‌بندی را همان گونه که بود درست کرد و آن را سر جای خود گذاشت. روزنامه‌های بر دیوار را آنگونه که از ابتدا بود ردیف سر جای هم گذاشت. بعد کمی فکر کرد. مردد بود که چگونه مسئله را مطرح نماید. با خود اندیشید باید وایسم ننه آقا بیاد. در این مورد تردید داشت و نمیدانست چرا باید ماجرای تریاک را به او بگوید. بعد با خود فکر کرد که اگه به ننه آقا بگوید حتما خوشحال خواهد شد و مزدش را زیاد خواهد کرد. گفت آره، بعد میگه باریکلا کار خوبی کردی، مزدتو زیاد میکنم. بعد فکر کرد مسئله رو با مجتبی در میان بگذارد، اما سریعا با خود گفت به مجتبی نمیگم. اگه به اون بگم که فوشم بهم میده. اگه به ننه آقا بگم بیشتر ازم خوشش میاد. گفتش که من از بچه‌هاشم زرنگ‌ترم. خب اینم میاد روش. بعد حال مجتبی گرفته میشه. با خود درگیر این بود که بگوید یا نگوید. در این احوال بود که مجتبی از راه رسید. چیزی از شکلاتا یا میوه که نخوردی؟ مگه گشنه گدام که بخورم؟ خیلی رود زیاد شده، حاضر جواب شدی. حسین در این حال باز هم در فکر قطعه تریاک بود و با خود فکر کرد اگه به مجتبی بگم حتما دوباره شروع میکنه فحش دادن و اذیت کردن. نه، به ننه آقا میگم، حتما حقوقمو زیاد میکنه. دیگران یکی پس از دیگری داخل مغازه شدند. هر یک نگاهی به حسین کرده. برخی نگاه ها نشان میداد که میخواهند تشکر کنند، ولی کسی کلامی بر زبان نیاورد. آخرین نفری که خود را به مغازه رساند ننه آقا بود. خود را به پشت دخل رسانید. مشغول کنترل آن شد. مشتری ها کم کم می آمدند. خرید و فروش شروع شده بود. حسین باز هم با تردید فکر کرد برم به ننه آقا بگم یا نه. یه خورده صبر کنم ببینم شاید خودشون می دونستن. درگیر و دار همین تفکر بود که مشتبه با نثار فحشی به او گفت برو ننه آقا کارت داره. حسین از ترس اینکه ننه آقا موضوع رو میدانسته موهای بدنش سیخ شده بود. میترسید ننه آقا خواسته او را امتحان کند. فکر کرد اگر حدسش درست باشد حتما او را دعوا میکند. به همین دلیل اخراجش خواهد کرد. با ترس و لرز به سمتش حرکت کرد و زیر لب گفت خب بیرونم کنه، چیزی نیست. یه بستنی فروشی نزدیک محل کار علی هستش. با علی میرم اونجا، حتما بهم کار میده. حتما علی یه کار برام پیدا میکنه. بالاخره خدا روزی ما رو هم یه جای دیگه میده. حسین وارد مغازه شد و به در و دیوار نگاه کرد. هیچ چیز عوض نشده بود و لذا متوجه شده که ننه آقا متوجه جریان نشده. ننه آقا با دیدن حسین لبخند همیشگیش را نصیب او کرد و حسین فهمید حدسش درست نبوده. با خود گفت حالا چیکار داره؟ نکنه دوباره منو میخواد بفرسته سر قرار.
خوب شد اومدی. الان میخواستم صدات کنم. میخوام اولا بگم به کسی نگی میری بسته ها رو به آدما میدی، چون خودت گیر میافتی. بعد از کارتم بیکار میشی. هر چی میبینی همینجا پیش ما میمونه. حسین نمیدانست چه پاسخی بدهد، ولی برای چاپلوسی کمی منومن کرد و بالاخره گفت نه آقا، اون مرده که بهش بسته رو میدم گفت وقتی میای سر قرار باید پشت سرت هم نگاه کنی. الان خیلی سختگیری میکنن. گفت اول قوطیو بدم بعد پولشو بگیرم. نناقا همینطوری که مشغول شمردن پول خوردها بود به علی گفت مرتیکه جاکش که نمیتونه برای ما تعیین تکلیف کنه. اول پولو میگیری بعد جعبه رو میدی. گو خورده که گفته. ولی حرفش درسته که میگه باید مواظب باشی. وقتی میری سر قرار باید از اول تا آخرش مواظب باشی کسی تو رو دنبال نکنه. اگه دیدی یکی داره زاغسیاتو چوب میزنه، اگه اون الدنگو دیدی از کنارش رد میشی بهش هم نگاه نمی کنی. اگه خیلی مشکوک شدی باید بهت بگم توی این قوطی‌ها یه تیکه تریاکه. سری تریاکشو در میاری یه جوری گم و گورش میکنی. یه تیکه کوچیکه میشه خوردش. فوقش بعدم بیهوش میشی. بهتر از اینه که لو بری و پلیسا بریزن تو مغازه و ما رو دستگیر کنن. یا اگه کونشو نداری بخوریش پرتش کن. میتونی هم بدوی. یه جایی که دیدی پیداش نمیکنم پرتش کن. اگه تو رو با تریاک نگیرن کاری ازشون بر نمیاد. اینجا هم که میای با کسی حرف نمیزنی. امروز هم ساعت 5:30 و 6:30 باید بیای. بری سر قرار. مجتبی خبرت میکنه. حسین خود را قانع کرده بود روزی 2 قرار انجام دهد و نه 3-4 قرار. کمی بی‌حوصله گفت باشه نناقا. ولی یه چیز دیگه هم میخوام بگم. نناقا یه چیزی بگم؟ ها چی میخوای بگی؟ همه شما همینجوری هستید. تا باهاتون یه چیزو در میون میذاریم یهو توقعتون میره بالا. اگه به خاطر موزت میگی از هفته بعد اونو میکنم 25,000. ولی چی؟ بیشتر از این نمیشه. اگه فکر میکنی کمه با ننت حرف میزنم تا راضیت کنه. نه آقا، امروز هوا گرم بود اومدم تو مغازه چون که اینجا سایه هستش. اون روزنامه رو دیوار خوندم. نناقا که انتظار نداشت حسین نزد او بیاید در مورد آب و هوا و از این قبیل چیزها حرف بزند میخواست او را مورد شماتت قرار دهد. یعنی تو میتونی بخونی؟ تو که تا کلاس 3 بیشتر درس نخوندی. آره میتونم هجا کنم بخونم. نه آقا، میخوام بگم زیر اون روزنامه. نناقا با حیرت و چهره خشمالود پرسید چی؟ کجا؟ حسین نناقا را به طرف برجستگی مورد نظرش برد و گفت اینجا، همینجا. نناقا که از کوره در رفته بود گفت چی همینجا؟ خب حرفتو بزن. حسین گفت زیر این روزنامه است، زیرشو نگاه کن. نناقا با عصبانیت زیر روزنامه رو نگاه کرد. با تعجب متوجه بسته‌بندی شد. به تندی آن بسته‌بندی را شناخت. میدانست آن بسته‌ای از تریاک‌های خودشان میباشد که بسته‌بندی کردند. به سرعت آن را برداشت، به بیرون مغازه نگاه کرد. کسی را ندید. سریعا آن را داخل کشو انداخت و با نگاهی عصبانی به حسین از او پرسید اینو چطوری پیدا کردی؟ حسین که ترس برش داشته بود گفت داشتم روزنامه رو میخوندم، یه کلمش زیر اون روزنامه دیگه بود. خواستم اون کلمه رو بخونم، دیدم زیرش یه چیزیه. همینجوری میخواستم ببینم چی اونجاست. اونو دیدم. نناقا نگاهی به حسین کرد و با چشمای گرد کرده و با تعجب و عصبانیت فراوان هر سه پسرش رو صدا زد. هی نره خراب، بیایید اینجا ببینم. وقتی پسرها عصبانیت او را دیدند به سرعت نزد او آمدند. نناقا خیلی ناراحت بود. آرام همه را فحشی ناموسی داد و گفت هنوز نمیدونین این چیزا رو نباید تو مغازه گذاشت؟ بعد قطعه را به آنها نشان داد و سریعا دوباره داخل کشو گذاشت. پسرها بدون نگاه کردن به درون بسته‌بندی متوجه شدند یکی از آنها فراموش کرده قطعه تریاک را از جایی که پنهان کرده بردارد. هیچ یک از آنها نزد حسین اعتراف نکرد که او یک بسته تریاک را از زیر روزنامه یافته است. توزیع تریاک آنها فقط همان قطعات کوچک نبود
که هر روز حسین به مشتری ها میداد. برای مخفی کردن از حسین هیچ یک از آنها زیر بار فراموش کردن نرفت. همه شروع کردن به نقش بازی کردن، وانمود کردن آن یک قطعه شکلات است و تریاک نیست. بالاخره به خیال خودشان قضیه را ماسمالی کردند و به حسین گفتند حتما تکه شکلات دیدی، چون هوا گرمه، دراز شده و قابل خوردن نیست. مجتبی برای تحقیر کردن حسین یکی هم به سر او زد و گفت خوب شد با این عقل کمت اونو پیدا کردی و نخوردی و الا میمردی. حسین خود را سرزنش کرد که چرا مسئله را با اینها در میان گذاشته. پشیمان شده بود و فکر کرد اصلا نباید به اینا میگفتم. شاید همینجا میذاشتم میمون، بعد از 1-2 روز برمی داشتم میبردم میدادم ننم. هیچ کدام از پیش بینی هایش درست از آب در نیامده بود. مشغول به کار و آماده شدن برای رفتن و تحویل تریاک به مشتری ها شد. هر وقت برای فروش میرفت ترس عجیبی داشت. از وقتی که نناقا به او گفته بود اگر کسی بداند تو بسته میبری و احیانا لو بروی خودت گیر میافتی که هیچ، از کارت هم اخراج میشوی. برای اینکه کارت را حفظ کنی نباید بگویی از کجا تریاک آورده ای. برای همین ترسش بیشتر شده بود. شب که به خانه رسید همه داستان فروش و یافتن تریاک و نقش بازی کردن خانواده برای مخفی کردن و همچنین حرفهای ننه آقا را برای مادرش تعریف کرد. مادرش پرسید حالا نگفت چقدر میخواد مزد بهت بده؟ چرا؟ گفت 25,000. خب خیلی خوبه دیگه، کجا بهت 25,000 میدن؟ پایان قسمت 14. بخش 15 از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. avogaboo.com خب خیلی خوبه دیگه، کجا بهت 25,000 میدن؟ آخه گفت اگه بگیرنت کارت هم از دست میدی. تازه گفت اگه کسی دنبالت کرد باید تریاکو بخوری یا یه جوری از بین ببری. نه من میترسم تریاکی بشم، مثل آقام بالاخره یه کسی رو بکشم و بعدشم اعدام بشم. چی کار کنم؟ منم که کاری پیدا نکردم. از صبح تا حالا در خونه ها رو میزنم، میپرسم کسی کار به من میده یا نه. حالا میتونیم با این پول علی چند روزی رو بگذرونیم تا یه کاری پیدا کنی. زنی که میگه تریاکو بخور. یعنی تو اگه تریاکو بخوری میمیری؟ اون براش مهم نیست؟ خب فردا نمیخواد بری سر کار؟ برو یه جای دیگه کار پیدا کن. حسین خیلی خوشحال شد و گفت علی بستنی فروشی نزدیک میدون شاه میشناسه، میگه اون شاگرد میخواد، میتونم برم اونجا. میرم دنبال علی، از در مغازه باهاش میرم تا بستنی فروشی راهی نیست، با هم میریم اونجا میپرسم. اگه با علی برم دیگه ازم نمیپرسه ننت کیه بابات کیه. حسین شب را خوب خوابید. روز بعد وقتی مجتبی از نیامدن حسین نگران شد با ناراحتی به نناقا گفت حسین نیامده، نکنه اون تریاکو دیده ترس برش داشته. این چند روزه خیلی از کار و بار ما سر در آورده، نره کار دستمون بده. نناقا گفت از این ارزا نداره، چی کار میتونه بکنه؟ باباش که ما رو بیشتر میشناخت، ننش هم میدونه که ما چی کاره هستیم. فکر نمی کنم کاری کنه. 1-2 ساعت دیگه صبر کن، اگه سر و کلش پیدا نشد برو دنبالش. آدرسشو که داری؟ آره، تو آخر خیابون آبمنگل، دست چپ، سر راه یخچال صغیرا، ته کوچه اول، دست چپ، اون گوشه آلونکه، اونجا زندگی میکنن. مجتبی تا ساعت 9 صبر کرد و به نناقا خبر داد. اینجا رو مواظب باشی تا من برم دنبال این تخم سگ. نناقا داد زد مصطفی هوای بساطو داشته باش تا مجتبی برگرده. حسین نزدیکی ساعت 10 از خانه بیرون آمد. خوشحال بود که با مجتبی سر و کله نخواهد زد. امیدوار بود با علی به مغازه بستنی فروشی برود و صاحب بستنی فروشی به خاطر آشنایی با علی او را برای شاگردی بر می دارد. به طرف میدان شاه حرکت کرد.
سر کوچه رسیده بود. هرگز انتظار نداشت مجتبی رو ببیند. اما یک باره با مجتبی رو در رو شد. مجتبی تا حسین رو دید با عصبانیت و پرخاش گفت کونگشاد چرا الان داری میای سر کار؟ حسین که با دیدن او در آنجا جا خورده بود با دست پاچکی گفت دیگه اونجا نمیام. یه نفر دیگر رو پیدا کن. نمیشه خواهر جنده، باید بیای بریم. گفتم که نمیام. 100 بارم بهت گفتم دیگه به من پشت نده. مجتبی تصمیم داشت با هر قیمتی که شده حسین را با خودش ببرد. برایش افت داشت که دست خالی نزد برادرها و مادرش برود. او را تحقیر می‌کردند. حتما می‌گفتند او از پس یک بچه 10 ساله بر نیامده و نتوانسته او را با خود به مغازه بیاورد. با عصبانیت بیشتری گفت یعنی چی کار میکنی جوجه علفی؟ همینجا شلوارتو میکشم پایین ها؟ حسین که همیشه در مقابل فحاشی‌های مجتبی سکوت میکرد دیگر تحملش تمام شده بود، ولی با این وجود میدانست که مجتبی از او بزرگتر و قویتر است و زورش به او نخواهد رسید. از همین رو نمیخواست با وی درگیر شود. نگاهی به دور و بر انداخت تا شاید کسی بیاید و او را از مهلکه نجات دهد. اما پرنده‌ای در کوچه پر نمیزد. سر و صدا از داخل یخچال زیاد شنیده میشد، ولی از کوچه کسی رد نمیشد. فاصله محلی که ایستاده بود تا خانهشان حدوداً 50-60 متر میشد. مادرش از این فاصله نمیتوانست در جریان بگو مگوی او با مجتبی قرار گیرد. حسین نمیخواست فریاد بزند و از مادرش کمک بخواهد. فکر میکرد اگر داد بزند و کمک بخواهد حتما به بچه ننه بودن محکوم خواهد شد. مجتبی یک ریز فحش‌های رکیکتر از خواهر و مادر را نثارش میکرد. حسین در مقابل فحاشی او نتوانست کوتاه بیاید و او هم شروع به فحاشی کرد. ننه جنده خودتی، بچه کونی، معلوم نیست چند بار کونت گذاشتن که اینجوری حرومزاده ای. مجتبی که انتظار پاسخ از حسین را نداشت به سویش آمد و گفت ریقو حالا دیگه زبون در آوردی؟ مجتبی 16 ساله، قدی بلند و هیکلی تنومند داشت. موهای سرش را از بیخ تراشیده بود تا در مواقع دعوا کسی نتواند موهایش را به چنگ بگیرد. در حرکات و رفتار خود نشان میداد بسیار با تجربه تر از حسین است. حسین گرچه خود را قلدر نشان میداد، اما یک کودک زبان دراز دریده بیش نبود. در تمامی دعواهای خود با کسانی رو در رو شده بود که گرچه از خودش بزرگتر بودند، ولی هیچ کدام مثل مجتبی تا این درجه فحاش و دریده و قلدر نبودند. احساس ترس از مجتبی وجودش را فرا گرفته بود. هنوز حسین درگیر خود و چگونگی مقابله با مجتبی بود که مجتبی خیلی راحت سر او را میان بازوانش گرفت. انگار هندوانه را امتحان می کند تا بفهمد رسیده است یا نه. با مفصل استخوانی انگشت میانیش چندین ضربه محکم به سر حسین کوبید. کله او را بیوقفه چلانید. حسین با دردی کشنده شروع به تقلای زیادی برای رهایی نمود. مجتبی تمامی قدرت بدنیش را به بازوانش منتقل کرده و سر حسین را میچلانید. حسین با تمام قوا سعی در رهایی داشت، اما نمیتوانست از میان بازوان قدرتمند مجتبی نجات یابد. هنوز غرورش به او اجازه نمیداد فریاد بزند و یا گریه کند. کوتاه آمدن برای دفاع از ناموس برایش غیر ممکن بود. مادرش همواره به او تاکید کرده بود بچه‌هایی که گریه میکنن نمیتونن از خودشون دفاع کنن. بچه ننه هستن. امید به رهایی از بازوان مجتبی در او شعله‌ور شد. با خود گفت داد نمیزنم. مجتبی از خدا میخواد داد بزنم. دارم خفه میشم. باید نشون بدم یه مردم. بالاخره مجبور سرمو ول میکنه. با خود کلنجار میرفت و میخواست تسلیم شود. ناگهان صدای مجتبی که تا آن لحظه از آن نفرت داشت چون آوای نجات بخشی گفت بیا بریم سر کار. حسین خودش را رها کرد. دست از تقلا برداشت. مجتبی احساس کرد تلاش حسین پایان یافته. دیگر تقلا نمی کند. چیزی نمیگوید. فکر کرد شاید بیحال شده. کمی دلش رحم آمد. از فشار بازوهایش کاست.
با ملایمت به او گفت یا خودت مثل آدم راه میفتی میای یا همینجوری میبرمت تا دم مغازه. به نفعته مثل آدم راه بیفتی. میای یا بازم فشار بدم؟ مجتبی صبر کرد تا پاسخ حسین را بشنود و از فشار خود کاست. حسین از موقعیت استفاده کرد و سرش را از میان بازوهای مجتبی خارج کرد. بدبخت داشتی میمردی. خودم سرتو ول کردم. الان دیگه نمیتونی راه بری. یکم دیگه فشار می آوردم مرده بودی. داشت جونت از کونه در می اومد. به جون خودت رحم کن. حسین سرگیجه داشت. از او فاصله گرفت. مجتبی امیدوار شد حسین دست از لجبازی برداشته. او نمیدانست که هنوز او تسلیم نشده است. حسین نیز میدانست که در موقعیتی نیست که بتواند از خود دفاع نماید. مجتبی با کمی نرمش گفت یه کمی فکر کن. بعد مثل آدم راه بیفت بیا بریم. حسین دست بر گردن خود برد. آنچنان فشار بر او وارد شده بود که گیج بود. سردرد داشت. چهرهش سرخ شده بود. مجتبی نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد و گفت میبینی دیگه داری میمیری. سرتو بنداز پایین بیا بریم. دیگه دست از این بازیات بردار. حسین سعی نمود تعادل خود را حفظ کند. دیگر حرفی نمیزد. حرف نزدنش موجب شد مجتبی از خشونت دست بردارد. آرامتر برخورد کند. عجله‌ای در کار خود ندید. حسین هنوز با خود در کلنجار میرفت. برم؟ نه نمیرم. اگه نرم دوباره میاد گردنمو میگیره. نه نمیرم. نمیتونه منو بکشه. تازه اگه بتونه تو خیابون آبمنگل پر آدمه. از اونجا رد بشه تا بازارچه سادات کلی راهه. نمیتونه. مجتبی با خوشحالی به حسین نگاه میکرد و منتظر ایستاده بود تا با او به مغازه برود. اگر از پشت دادن خوشت نمیاد دیگه بهت فحش نمیدم. باید کارو خوب انجام بدی. وقتی هی میسی تا من بهت بگم این کارو بکن اون کارو نکن، خب بعضی وقتا عصبانی میشم. با تاکید بیشتری روبروی او ایستاد و گفت یالا دیگه راه بیفت بریم بدبخت. جونشو نداری؟ آخه تو رو چه به دعوا؟ حسین چیزی نگفت. با دستش طوری علامت داد یعنی صبر کن. مجتبی مطمئن شد که حسین میخواهد با او برود. چند دقیقه طول کشید تا حسین از حالت سرگیجه خارج شد. در این لحظه به یاد پیشگوشتی زیر پیراهنش افتاد. روز جمعه حسابی نوک آن را تیز کرده بود. به یاد حرفهای پدرش افتاد که با چاقوی زامندار در قلب مصطفی فرو کرده بود. من این پیشگوشتی رو برای چی به کمرم آویزون کردم؟ برای نمایش که نیست. حالا موقعش ازش استفاده کنم. چرا که نه؟ چرا حالا از اون استفاده نکنم؟ تصمیم خود را گرفت. در موقعیت مناسبی تمام قدرتش را در پای راست خود متمرکز کرد و با شدت تمام لگد محکمی میان پاهای مجتبی کوبید و از او فاصله گرفت. با سرعت تمام پیشگوشتی را بیرون آورد. مثل برق به سوی مجتبی دوید. مجتبی هنوز از درد ضربه‌ای که میان لنگ‌هایش وارد شده بود به خود میپیچید. اصلاً متوجه پیشگوشتی نشد. تصمیم گرفت دوباره سر او را میان بازوانش بگیرد. اما برای انجام این کار دیگر دیر شده بود. حسین با سرعت به سویش دوید. مجتبی به خود آمد. با دستش سر حسین را گرفت. سوزش و درد و حالت تنگی نفس را در سینه خود احساس کرد. حسین با تمام قدرت پیشگوشتی را وارد سینه او کرده بود. ضربه آنچنان قوی بود که صدای فریادش به هوا شد. دیگر قادر نبود سر حسین را در دست خود نگاه دارد. دست به پهلوی خود برد. خون بر کف دستش دیده شد. هنوز به کف دستش نگاه می‌کرد و حالت تنگی نفس گرفته بود که حسین کمتری فرصتی به او نداد. وقتی دست از پهلوی مجروحش برداشت، قادر به دیدن حسین نبود. فکر دفاع از خود را نداشت. ملتمسانه به حسین نگاه کرد. حسین هیچ امکانی برای تصمیم گیری به او نداد. هرگز نمیدانست ضربه به کجا وارد شده. هرگز نمیدانست مجتبی تسلیم شده. برایش انتقام مهمتر از چشمهای او بود. سرش را در میان بازوهای او میدید. از ترس حمله مجتبی به سرعت سوی او رفت. دومین ضربه را سخت‌تر وارد کرد.
وقتی مجتبی دیگر قادر به فریاد کردن نبود، ضربه سوم و چهارم را به قفسه سینه او وارد کرد. مجتبی در حال جان کردن روی زمین پهن شد. همسایه‌ها با شنیدن فریادهای اولیه مجتبی سر از پنجره‌ها بیرون آوردند. وقایع به قدری به سرعت اتفاق افتاد که کمتر کسی می‌توانست به درستی آن را توضیح دهد. زلیخا اولین کسی بود که از کلبه بیرون آمد. ابتدا چیزی متوجه نشد. وقتی حسین را پیشگوشتی به دست بالای سر جوان در حال موت دید، به سرعت خود را به او رساند. مجتبی را نمی شناخت، اما دیدن جوانی در حال مرگ موجب شد تا او اوضاع را وخیم ارزیابی نماید. او متوجه شد دعوا فقط یک درگیری ساده نبوده. حسین تا زلیخا را دید شروع به ناسزاگویی به مجتبی کرد. زلیخا به یاد صحنه قتل مصطفی توسط شوهرش افتاد. او هم از سینه و دهانش خون جاری شده بود. در یک لحظه حسین را بالای چوبه دار تصور کرد. به سرعت پیشگوشتی را از او گرفت، به سوی پرتاب کرد، چادر را از کمر باز کرد، روی سر انداخت، با دست پاچگی حسین را گرفت و گفت بریم. حسین گفت بهم فحش ناموسی داد. منم زدم تو شکمش. آقام گفت اگه زدی یکی نزن، 3 تا بزن. منم 4 تا زدم. مادرش در حالی که گریه می‌کرد دست او را کشید. ننه ولم کن، بچه که نیستم. بریم بدبخت، اگه نیایی مثل بابات میبرن اعدامت میکنن. حسین تا اسم اعدام را شنید راه افتاد. مردمی که برای دیدن صحنه آمده بودند در ابتدا غیر از حسین و مادرش کسی دیگری را در آنجا مشاهده نکردند. 1-2 نفر از آنان با شک و تردید تصمیم داشتند از رفتنشان جلوگیری کنند. اما زلیخا با نهیب به آنان گفت ما هم مثل شما ندیدیم که این کارو کرده. سرعت گرد آمدن مردم در محل و ازدحام جمعیت موجب گردید زلیخا و حسین صحنه را ترک کنند. مردم در صدد کمک به مجتبی برآمدند. هیکل مجتبی را که خون از دهانش جاری و در حال خفگی مطلق بود نگاه می‌کردند. هیچ کس نمی‌دانست چه باید بکند. 2 نفر جوان او را با استفاده از یک نردبان و گونی‌هایی که روی آن پهن کرده بودند به نزدیکترین بیمارستان یعنی بازرگان بردند. تعدادی بچه و بزرگسال آنها را تا بیمارستان همراهی کردند. مردم پچ پچ می‌کردند. کی بود؟ کی زد؟ چطوری زد؟ برخی صدای بگو مگوی بسیار گنگی را شنیده بودند. برخی می‌گفتند ما از پنجره دیدیم اما هیچ کدام وارد معرکه نشده بودند تا از دعوا جلوگیری کنند. سرعت زدن پیشگوشتی و سرانجام دعوا به قدری بود که کمتر کسی متوجه پیشگوشتی شده بود. زلیخا و حسین از کوچه بیرون رفتند. در آن سوی خیابان حسین به سرعت زیر آب فشاری دستوری خود را شست. بیوقفه به راه افتادند. ساعتی سرگردان از این کوچه به آن کوچه. ساعتی پس از حادثه هنوز مردم محل مشغول بحث و تجزیه تحلیل واقعه بودند. نتایجی ذهنی زبان به زبان شده بود. ساعتی بعد پاسبانی برای ارزیابی و شناسایی ضارب و محل جرم به آنجا آمد. با پیدا کردن پیشگوشتی و نبود حسین و مادرش به این نتیجه رسید که ضارب یا ضاربین می توانند حسین و مادرش باشند. شواهد همگی گواه بر کشتن مجتبی توسط آنها بود. متواری شدنشان نیز یکی از دلایل به شمار می آمد. هنوز اذان ظهر را خوانده نشده بود. نن‌آقا و 2 پسرش در انتظار مجتبی چشم به راه دوخته بودند. آنها فکر می‌کردند حسین مجتبی را همراه خواهد آورد. حسین سر به زیر مثل همیشه در مغازه می‌ماند و همگی برای صرف ناهار به خانه خواهند رفت. اما از مجتبی و حسین خبری نشد. مصطفی از تغییر مجتبی نگران شده بود. با صدای بلند خطاب به مادرش گفت نن آقا هنوز مجتبی بر نگشته؟ منم دلم شور میزنه. نکنه گرفتنش برای سربازی؟ نه بابا، هرچند هیکلش مثل نره خره ولی 16 ساله رو که نمیگیرن ببرن. پس بسپر به اونای دیگه، ما میریم دنبال مجتبی. بگو هوای مغازه رو داشته باشن تا برگردی.
چند ساعت از وقوع حادثه گذشته بود که نن‌آقا و مصطفی در جستجوی مجتبی به محل سکونت حسین آمدند. برخی از مردم هنوز مشغول بحث و رد و بدل کردن حدسیات خود بودند. کسی نن‌آقا و مصطفی را نمی شناخت. نن‌آقا به سرعت جلوی خانه زلیخا رفت. خانه خالی از سکنه بود. از در و همسایه‌ها جویای آنها شد. با آمدن آنها برخی دورشان حلقه زدند. هر کس ماجرا را با سلیقه خود برایشان تعریف کرد و آنها بالاخره متوجه واقعه گردیدند. نن‌آقا چون بمبی منفجر شد، با جیغ و گریه خاک کوچه را بر سر خود ریخت. مصطفی به سوی خانه حسین حمله کرد. هرچه در خانه بود را با لگد به بیرون پرتاب کرد. نعره‌کشان به سوی بیمارستان رفتند. در بیمارستان نه با مجتبی بلکه با جسد خونین او مواجه شدند. اصابت پیشگوشتی به ریه و شریان‌های قلبیش موجب خونریزی داخلی ریه و خفگی او شده بود. نن‌آقا در غم از دست دادن مجتبی 7 روز تمام در محل هجله گذاشت. دسته‌های سینه‌زنی برای خوردن نذری به راه انداخت. دیگر همه اهل محل این خانواده متدین را می شناختند. میزان ضربات احتمالی پلیس بر آنها کاسته شد. اما داغ از دست دادن فرزند 16 ساله برای مادر بسیار دردآور است. دردی که برای این خانواده امنیت بیشتری آورده بود. علی هر روز که از جلوی آلونک حسین می‌گذشت به دلیل سکوت صبحگاهی توجه چندانی به تغییرات آلونک نمی‌کرد. نمی‌توانست متوجه شود حسین و مادرش دیگر در آنجا زندگی نمی‌کنند. طبق روال همیشگی روز جمعه برای دیدار حسین به محل سکونت آنها رفت. با کمال تعجب به اتاقک خالی آنها روبرو گردید. با ناراحتی از اتاقک بیرون آمد. نه از آنها خبری بود، نه از اساسیه داخل کلبه. آثاری از ظروف غیرقابل مصرفی که مادر و برادر مجتبی با لگد آنها را از کلبه بیرون پرتاب کرده بودند نیز وجود نداشت. با نگرانی از غیبت حسین و مادرش چندین بار به آنجا رفت و بی نتیجه به اطراف نگریست. باورش نشد که آنها بیخبر رفته باشند. با خود اندیشید مگه میشه حسین بیخبر از اینجا اسباب کشی کرده باشه؟ قرار نبود از اینجا برن. نکنه به خاطر 20 تومن از اینجا رفتن. من که گفته بودم هر وقت که خواستی برگردون. آخه برای 20 تومن که نمیتونن از اینجا برن. مصطفی 100 تومن طلبکار بوده. اونا از اینجا نرفتن. حالا بیان برای 20 تومن از اینجا برن؟ حتما همسایه ها میدونن. باید از اونا بپرسم. علی از همسایه ها جویای حسین و مادرش شد. برخی از دادن اطلاعات خودداری می‌کردند. یکی از اهالی که قبلا حسین را با علی دیده بود مطمئن شد دادن اطلاعات خطری برایش به وجود نخواهد آورد. جریان را تعریف کرد و گفت حسین با مردی دعوا کرد. کارشان به چاقو کشی رسید. حسین او را با چاقو کشت و او ادامه داد حسین و مادرش وسط دعوا و مرافع فرار کردند. حالا پلیس دنبالشونه. تا حالا کسی نمیدونه اونو کجا هستن. بچه 10 ساله زده یه جوون 30 ساله رو کشته. اونو جوونمرگ کرده. علی به یاد پیشگوشتی و قتل مصطفی توسط پدر حسین افتاد. نمیتوانست تصور کند که حسین با پیشگوشتی کسی رو کشته باشد. با خود کلنجار رفت. نکنه تو خونشون چاقوی باباشو قایم کرده. حالا این کی بوده که حسین زده اونو کشته؟ حتما چاقوی پدرش رو پیدا کرده و با چاقو اونو کشته. علی برای دیدن حسین و یافتن او تقریبا هر روز از آن کوچه می‌گذشت ولی هیچگاه نتوانست او را بیابد. اواخر شهریور ماه علی خسته و کوفته از کار به خانه بازگشت. همه ناراحت و نگران در حال گریه‌زاری بودند. علی هرگز فکر نمی‌کرد که صاحب خانه آنها را بیرون کرده باشد. از مادرش که در حال گریه کردن بود پرسید چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ دنیا چی شده؟ دنیا با گریه و ناراحتی گفت دیگه نمیخواد بری سر کار. از اینجا بیرونمون کردن. عزت قدرت توضیح وقایع رو نداشت و به سختی گفت بدبخت شدیم. خونه رو باید خالی کنیم.
باید یه خونه دیگه پیدا کنیم. هر جا رفتیم میگم برای 8 نفر آدم جا نداریم. جایی هم که پیدا میشه کرایش از اینجا گرونتره. از کجا بیارم کرایه بدم؟ به این مرتی که هی گفتم پولتو خرج زنبازی نکن. گوش نکرد که نکرد. امروزم بردنش زندون. رفته ماشین خرید قسطی، نتونسته قسطشو بده. همه ماشینا رو داده برا مزد شوفرا. صابخونه کرایه‌شو میخواد. 3 ماه کرایه نداده. همسایه ها هم میگن ما هم نداریم، همشون باید برن بیرون. حاج خانم هم باید بره؟ همه باید برن. برم پولمو بگیرم؟ هر کاری میخوای بکن، دیگه فایده نداره. بعد از 2 هفته اساسی رو میریزن تو کوچه. 2 هفته دیگه باید برم مدرسه. برم پولمو بگیرم؟ علی با سرعت پایین رفت. برخلاف همیشه حاج خانم دم در ننشسته بود. در اتاق هم بسته بود. علی از ترس اینکه حاج خانم خانه رو ترک کرده است با عجله در اتاق را با انگشت کوبید. حاج خانم، حاج خانم، حاج خانم. با کمی صبر دوباره در را کوبید و حاج خانم را صدا کرد. حاج خانم بالاخره در را باز کرد. ها، چیه داری داد میزنی؟ داشتم نماز میخوندم. فردا هم باید برم دنبال خونه بگردم. حاج خانم، من اومدم پولامو بگیرم. نگهداری این پولا چقدر منو اذیت کرد. بیا پولاتو بدم خیالم راحت شه. جلو چشم خودت قلکتو میشکنم. نگاه کن پول خوردا چقدرن؟ بگیر بشمر. منم اسکناسا رو میشمرم. کل پولی که علی مشاهده کرد آنقدر نبود که در نظر داشت. پول خوردها مربوط به زمانی بود که او در قهوه‌خانه افشار کار کرده بود. در 3 هفته‌ای که آنجا کار کرد بسیار بیشتر از مقدار پول خوردی بود که اکنون حاج خانم میخواست به او تحویل دهد. حاج خانم، یعنی من فقط اینقدر پول داشتم؟ خب 20 تومنم گرفتی. این 20 تومنم اسکناسه. اونم 16 تومن. رو هم رفته میشه 36 تومن. حاج خانم، من کمش 2 ماه کار کردم. روزی 2 تومن، 3 تومن، 3 تومن و 5 قرون پول گرفتم. یعنی همش میشه اینقدر؟ یعنی چی؟ پسر خجالت بکش. با این موهای سفیدم یعنی میام پول تو یه وجب بچه رو بدزدم؟ علی با اشکی که در چشمهایش حلقه زده بود دعواهای روزمره خانواده‌اش را به خاطر آورد. سر به زیر کرد، به خون دماغ شدنش، به سوختنش، به سختی‌های کار و نهایتاً چیزی که برایش مانده بود فکر کرد. حال رفتن سر کار و شبانه 2 تومان گرفتن بی‌ارزش شده بود. پولها را از حاج خانم گرفت و نگاهی به موهای سفید او انداخت و گفت من همیشه به مامانم گفته بودم این حاج خانم از کجا پول آورده رفته مکه. حاج خانم برافروخته فریاد زد بی حیا، به جای تشکرت حالا با من اینجوری حرف میزنی؟ ملوک از صدای بلند حاج خانم نگران بیرون آمد. علی از ترس اینکه او را مورد انتقاد و فحاشی قرار دهد از پله ها بالا رفت. ملوک از حاج خانم پرسید چی شده حاج خانم؟ چرا تو سر بچه داد میزنی؟ این بچه است؟ پولاشو تا حالا جمع کرده بودم که میره سر کار پولاش نفله نشه. حالا اومده میگه چرا پولام کمه؟ حالا من که چقدر پول جمع کرده بود؟ ملوک خانم، این آخر سری دیگه شما شهره شهری. نمیخواد برا من حرف در بیاری. من چرا برا شما حرف در بیارم؟ خواستم فقط بدونم این بچه سر تا سر تابستون کار کرده چقدر پول در آورده. این فضولیا به شما نیامده. حاج خانم، واقعا که بی خود نیست که بهتون میگن حاج خانم. و با عصبانیت ادامه داد همین شما هستید که باعث میشید یه پسر 10 ساله کار کنه. وقتی شما اینطوری باشید خب معلومه که این وضع همینجوری ادامه پیدا میکنه. حاج خانم در اتاق را بست و پاسخی به ملوک نداد. ملوک کمی ایستاد، به راه پله خالی نگاه کرد. دوست داشت با علی صحبت کند ولی هیچ کس آنجا نبود. نگران برای یافتن خانه جدید از در خانه خارج شد. علی پول را به مادرش که مشغول گریه کردن بود داد. او تنهاتر و مفلوکتر از پیش نمیتوانست به روزهای سختی فکر کند که علی از خواب برمیخواست. برای کار کردن از خانه خارج میشد. تمام زندگی خود را از دست داده بود. از دست دادن کل دستمزد علی برایش بی اهمیت می نمود.
پول را بی‌اعتنا داخل کیفش ریخت. حوصله حساب کتاب کردن نداشت. وضع اقتصادی خانواده به شدت متلاشی بود. یکی از دخترها از خانه متواری شد. پسر بزرگ به استخدام ارتش درآمد و 4 نفر از بچه‌های کم سن‌تر را برادرهای عزت بین خود تقسیم کردند. عزت با دریافت مقرری از برادرهایش توانست در دروازه قاضی تهران اتاق بسیار کوچکی کرایه و خود برای کار در خانه‌ها تلاش نماید. علی سهم یکی از برادرهای عزت شد. او با شروع مدارس در همان مدرسه و همان کلاس حضور پیدا کرد. گرچه وضعیت لباس پوشیدن و رفتارش در مقابل دیگران با سال قبل تفاوت داشت، اما خانه دایی نیز محل ایدئالی برای زندگی و تحصیلش نبود. بعد از مدت کوتاهی به سوی مادر رفت. در اتاق 6 متری مادر همراه با خواهر و برادر بزرگش زندگی گذشته را شروع نمود. پایان قسمت 15. بخش 16 از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. avogaboo.com قسمت 4. 23 سال بعد. پیکان شیری رنگ از جلوی کاخ شمس رد شد. راننده نگاهی به کاخ انداخت، زیر لب گفت تا 3 سال قبل با ترس و لرز از اینجا رد می شدم. با پول دزدی و قاچاق کاخو ساخته. حالا تو خارج کشور داره کیف میکنه. حالا چی؟ همین کاخ با 10 هکتار زمین، باغ‌های سیب دور و اطرافش، همه تو دست بصیرن. دارن بدتر از اون دزدی میکنن. این کثافت‌ها روی اونا هم سفید کردن. سر مردم رو شیره مالیدن. هر کی حرف بزنه میکشنش. مردم رو خفه میکنن تا بتونن دزدیاشون ادامه بدن. بعد با صدایی که مرجان هم بشنود گفت همه دزدن. سولماز 3 ساله روی زانوی مرجان کنار علی نشسته بود. با لهجه شیرین کودکانه پرسید بابا کی دزده؟ دخترم، همینه که الان ریش دارن. و رو کرد به مرجان و آهسته گفت بیشرف ها بخور رو شروع کردن. مرجان گفت حاجی زاده رئیس بسیج بیمارستان امروز با پوتین اومده بود تو بخش. یکی از اعلامیه‌هایو که من دیشب تو کمد رختکن پرستارا انداخته بودم تو دستش بود. داد میزد این اعلامیه‌ها رو هر کس انداخته تو کمد پرستارا ما پیداش میکنیم. سر و کارش با منه. داشتم سکته میکردم. دیگه این کارو تو محل کارم نمیکنم. سری میفهمن. سولماز با خنده گفت مامان هی به من میگی بخور. من نمیخورم. اگه بخورم بابام میگه دزدم دیگه. علی گفت دخترم ولش کن. من منظورم یه چیز دیگه بود. اینا که ریش دارن آدمای بدین. بابا تو که خودت هم ریش داری. نه دخترم. من این ریشو گذاشتم که فکر نکنن من بدم. اگه ریش بذارم فکر میکنن من بد نیستم. سولماز دستی به صورت خودش کشید و نگاهی به صورت مادرش انداخت و گفت دخترها که ریش ندارن چی؟ نه دختر نباید ریش بذارن. بابا کی دوباره میریم قزوین بستنی بخوریم؟ دخترم به کسی نگو ما میریم قزوین بستنی میخوریم. چرا نگم؟ برای اینکه میگن اینا چقدر خولن. میرن قزوین بستنی میخورن و برمیگردن. بابا کی میرسیم کیانمهر؟ چرا میریم کیانمهر؟ کیانمهر یه جاییه که خونه‌های 1000 متری داره. قبلا پولدارا زندگی میکردن. حالا مردم اومدن اونجا خونه‌ها رو گرفتن. مرجان حالا مطمئنی که یه خونه خالی مونده باشه؟ آره یکی از دوستام خبر داده یه خونه اونجا خالیه. ما میتونیم بریم اونجا بشینیم. نگاه کن همینجاست. رسیدیم اینجاست. نگاه کن تو هر خیابون 10 تا خونه است.
خونه‌ای که ما میخوایم بگیریم ته اون خیابونه. یه خونه مونده به آخر. نگاه کن، خالیه. باید بریم توش. حتما خالیه. خب اگه امشب بریم فردا یکی دیگه اومد اینجا رو گرفت چی؟ نه، میسپارم به همسایه بغل دستی. اون بتول خانومه. نگاش کن. همین جلو نگه میدارم. بریم تو ببینیم چی به چیه. علی آهسته در گوش مرجان گفت پسر اون همسایه بغل دستی پیکاریه. شوهرش روشنفکره. وانت داره که با اون کار میکنه. میگه با پسرش حرف بزن. یه خورده از رادیکالیسمش کم بشه. آدم خوبیه. زنش هم خیلی خوبه. اسمش پیمانه. اون بهم گفت اینجا خالیه. باباشم آدم چپیه ولی میترسه پسرشو بگیرم بکشن. من که نمیتونم با پسر اون حرف بزنم. بگم یه کمی آروم بگیر. مگه میشه؟ خب باید اعتراض کرد. مگه ما اعتراض نمی کنیم؟ خب فقط اسلحه نگرفتیم تو دستمون. کدوم خونه رو میگی؟ همون خونه که جلوش وانت بار ایستاده بعد از خونه بتول خانوم. در ماشین که باز شد سولماز پا در خیابانی گذاشت که یک طرفش ویلاهای نیمه کاره 1000 متری انتها و طرف دیگرش بیابان بود. بیا قبل از اینکه بریم تو از ته خیابون نگاه کن. اونجا زندون قزلحصاره. قبلا مخصوص زندونی‌های عادی بود. حالا شده مخصوص زندونی‌های گروه‌های سیاسی. ساکنین خانه‌ها با گونی و کارتون در و پنجره‌های خود را پوشانده بودند. برخی در و پنجره گذاشته، برخی توانسته بودند اتاق‌های محل سکونت خود را گچکاری کنند. بعضی دور ویلاها را با نرده‌های دست دوم و یا سرقتی از باغ‌های اطراف حصار کشیده بودند. اکثر حیاط‌ها را درختکاری کرده و خود را برای یک عمر زندگی در ویلاها آماده کرده بودند. تمام کوشش‌ها نشان می‌داد که خود را آماده کردند یک زندگی آرام را شروع نمایند، اما هیچ اثری از زیبایی‌های مخصوص به این ویلاها در هیچ یک از آنها دیده نمی‌شد. مرجان: یعنی ما باید تو این بیابون بخوابیم؟ نه در داره، نه پنجره داره، دیوارش هم کاگلیه. آب از کجا بیاریم؟ علی: خب یه کاریش میکنیم. میپرسم حتما آب داره. اونا رو نگاه کن، تو حیاتشون شیلنگ دارن. من میام شبا اینجا میخوابم تا در و پنجره رو بذاریم. اگه میخوای فردا میتونیم یه سری اساس بیاریم اینجا. اول باید در و پنجره رو بذاریم. نمیشه تو اون اتاقا بدون در و پنجره خوابید. مرجان به سولماز نگاه کرد و به خاکهای حیاط و اتاقها و دیوارهای کاهگلی و سیمانی که چهارسوی آنجا را پوشانده بود گفت حداقل یه کفوش اگه داشت برای بچه خوب بود. ما کف اتاق الانمون رو خودمون پول دادیم موکت کردیم. من خودم اونجا رو موکت کردم. حالا میتونم موکتا رو بکنم با خودم بیارم؟ چه عیب داره؟ فکر نمی کنی صابخونه ناراحت بشه؟ آخه اون دوست برادرمه. یعنی موکتو بذاریم اونجا بعد این بچه رو زمین سر تو خاکا وول بخوره؟ مرجان: خب جواب صابخونه رو خودت بده. علی: باشه ولی اون که اصلا به ما پول نداده. کرایه رو هم همیشه دادیم. خودش هم چپیه. حالا ما میخوایم موکتای خودمون رو با خودمون ببریم. اگه موکتو میخواد حتما باید بگه خب شما 1500 تومن دادین، دستتون در نکنه. ولی هیچی نگفته. فکر کنم اگه اونا رو بکنیم اینجا بیاریم اون نباید حرفی داشته باشه. تازه اون خودش گفته بلند شید. میخواد خونش رو بفروشه. اگه خودش بخواد بره بشینه خب میگه ما موکتا رو بذاریم. ولی وقتی میگه بلند شید میخوام خونه رو بفروشم باید بدونه که ما 6 ماه اونجا زندگی میکنیم. باید یه جوری پول موکتا رو به ما بده. مرجان: نمیدونم، خودت جوابشو بده. آنها بعد از چند روز اسباب اساسی خود را به خانه مصادره‌ای انتقال دادند. 3 اتاق خواب بزرگ، آشپزخانه و تراس، یک اتاق پذیرایی به اندازه وسعت تمامی اتاقها و یک اتاق ناهارخوری با وامی که تهیه کردند، گچکاری و در و پنجره و شیشه ها را نصب کردند. توالت و حمام و آشپزخانه را در حد رفع رجوع مرمت نمودند. در اتاق پذیرایی و ناهارخوری را بستند و بدون تعمیرات رها ساختند. علی در اولین روزی که مرجان و سولماز را بعد از تعمیرات به خانه آورد گفت
ما میتوانیم توی همین سه اتاق زندگی کنیم. رفت و آمد چندانی نداریم. جلسات تشکیلاتی رو توی یکی از اتاقا برگزار میکنیم. یک اتاق هم میمونه برای سولماز. مرجان سختی عدم ملاقات با خانواده‌اش را در 2 سال اخیر تحمل کرده بود. سکونت در خانه فوق یکی دیگر از زمینه‌هایی بود که هرگز با روابط خود ارتباطی نداشته باشد. 1 سال سکونت در آنجا و همزمان با سرکوب‌های سال 60 آنها را در لاک امنیت و احتیاط فرو برده بود. در یکی از روزهای خرداد ماه سال 60 علی با احتیاط به مرجان گفت امروز عصر که سر کاری ما جلسه داریم. مرجان با احتیاطی بیشتر گفت به بچه‌ها سلام برسون و بگو همه چیزو چک کنن. این روزا بگیر زیاده. چقدر جوونا رو دسته دسته اعدام کردن. بهتره با هم نیاریشون. بعد از جلسه سعی کن سر ساعت 8:30 شب جلوی در بیمارستان باشی. ساعت 1 علی مرجان را به بیمارستان کمالی رساند. قبل از آن همه چیز را کنترل کرد. با عنوان مسافر 2 نفر از رفیقاش را از نقاط مختلف کرج سوار کرد. پس از چک کردن‌های همیشگی به آنها گفت چشم‌های خود را ببندید، سرهای خود را پایین نگاه دارید. بهتر است که محل خانه ما را ندانید. آنها هم با چشم بسته در صندلی عقب نشسته سر به زیر کردند و علی چندین بار خیابان‌های مختلف را پیمود تا آنها مسیر شمال و جنوب را در ذهن خود گم کنند. سپس سوی خانه حرکت کرد. بعد از آن 3 نفر دیگر از رفقا را که آدرس خانه را می‌دانستند با همان شیوه قبلی ولی با چشم‌های باز به آنجا آورد. مسعود: علی سولمازو بخوابون تا جلسه رو شروع کنیم. داره میخوابه. مسعود: قبل از جلسه کمی اخبار رو رد و بدل کنیم. اول من خودم چند تا خبر تشکیلاتی میدم. الان باید شکل کارمون رو عوض کنیم. اعدام ها زیاد شده. درگیری ها هم شدید شده. گروه های سیاسی خیلی ضربه خوردن. خیلی ها مجبور شدن محل کار و زندگی خودشونو ترک کنن. هیچ امکان دیگری وجود نداره. تشکیلات راهنمود داده که رفقایی که در معرض دستگیری می باشن و کمک کنیم تا به خارج برن. کسایی که در معرض دستگیری نیستن باید شکل کارشون رو عوض کنن، برن میون مردم. برن با اونا زندگی کنن. یعنی با حرکت‌های مردم حرکت کنن. اونا رو تو محله ها و کارخونه ها سازمان بدیم. کار تبلیغی را از علنی به مخفی تبدیل کنیم. خب رفقا اگه خبری دارید بگید تا تصمیم گیری کنیم. علی تقاضای صحبت کرد. میخوام از اخبار محله بگم. نگاهی به حاضرین کرد. کنجکاو بودند از حرکات محلی بشنوند. همونطور که میدونید قبلا سیاست این بود که مردم رو سازمان بدیم. اونا رو برای دریافت خواسته هاشون سازمان بدیم. حالا هم هنوز شکلش عوض نشده. من با خیلی آشنام. همه منو به عنوان یک نیروی فعال چپ میشناسن. امروز برام یه مسئله اتفاق افتاد که خیلی بده. چند روز پیش با اهالی تو دفتر شورای محله جمع شده بودیم تا انتخابات انجام بشه. جو محلی خیلی امنیتی شده. چهره‌های جدیدی اومدن اینجا. 70 تا خانواده اینجا زندگی میکنن. ولی افراد غریبه هم میان. اون روز جوونی رو دیدم قیافش کاملا پاسداری بود. ریش داشت. خیلی آشنا به نظر میرسید. کاپشن آمریکایی پوشیده بود. به من نگاه میکرد. فکر کردم یا زیر نظرم داره یا شناساییم کرده. زیر چشمی اونو نگاه میکردم. بالاخره خودشو به من نزدیک کرد و از من پرسید قیافت خیلی برام آشناست. خیلی جا خوردم. فکر کردم از محل کار قبلیم به اینجا رسیدن. اول دستپاچه شدم. با خودم گفتم بهتره چیزی نگم. شاید همینجوری داره سوال میکنه. میخواستم مطمئن شم چی میخواد. برای خودم هم خیلی سخت بود. نمیدونستم کیه. برای اینکه کمی اونو بشناسم گفتم چطور منو نمیشناسی؟ الان 1 سال اینجا زندگی میکنم. تو رو ندیده بودم. تازه اومدی اینجا؟ خب فکر کردم اینجوری بگم اگه شک داره برطرف میشه. گفت آره با ننم اومدیم اینجا. الان 2 هفته است اومدیم. ولی قیافت برام خیلی آشناست. قبلا کجا زندگی میکردی؟ قیافت برام خیلی آشناست. منم یه کمی بهش نگاه کردم. کنجکاو بودم.
دیدم قیافه اونم برا من آشناست. گفتم تو هم قیافت برام آشناست. ولی واقعا قیافش برام آشنا بود. هرچی فکر کردم یادم نیامد. تو همکاره قبلیم کسی رو با این شکل و قیافه ندیده بودم. نه جلو دانشگاه، نه تو روابط و نه بچهای محل قبلی. هیچ کس رو با این قیافه ندیده بودم. برام خیلی مهم بود چون فقط مسئله من نبود. خیلی چیزای دیگه میرفت زیر ضرب. بعد به این نتیجه رسیدم که میخواد منو شناسایی کنه. دست بردار نبود. فکر کردم اگه لو رفته باشیم به این سادگی نمیاد ازم سوال جواب بپرسه. به خاطر همین ازش پرسیدم منظور چه زمانیه. گفت تو بچگیات کجا زندگی میکردی؟ تا این حرفو زد یاد بچگیام افتادم. وقتی بچه بودم یه دوستی داشتم اسمش حسین یخچالی بود. بعد یاد قیافه اون افتادم. یکی خوردم. فکر کردم شکل حرف زدن اصلا همه چیز شبیه اون بود. بهش گفتم تو حسین یخچالی نیستی؟ گفت نالوتی، یعنی ما رو به همین راحتی فراموش کردی؟ کسایی که در جلسه بودن داشتن به حرفای علی گوش میدادن. همه از شنیدن نام حسین یخچالی رو به هم کردن. مسعود از علی پرسید حسین یخچالی کیه؟ اونو حدود 22 یا 3 سال قبل میشناختم. باهاش رفیق جونجونی بودم. یه دفعه غیبش زد و رفت. میگفتن یه نفر رو کشته. از اون موقع به بعد ندیدمش. چون ریش داشت نتونستم اونو بشناسم. ولی اون منو شناخته بود. خب 23 سال گذشته. اون موقع بچه بودیم. حالا دیگه شدیم مرد. مسعود با تعجب گفت خب اگه آدم درست حسابی باشه حالا میتونی روش کار کنی؟ کاش که آدم درست حسابی بود. اون موقع که رفت کسی نمیدونست کجا رفته چی کار میکنه. یادمه میگفتن یکی رو با چاقو زده و فرار کرده. از دیدنش یاد بچگیام افتادم. یاد اون زمان که باهاش خاک بازی میکردم. ولی الان دیگه اونجوری نیست که بود. خیلی مذهبی شده. دیگه اون حسین یخچالی که من میشناختم نیست. وقتی فهمیدم حسین یخچالیه اولش خیلی خوشحال شدم. همدیگه رو بغل کردیم بوس کردیم. ولی وقتی فهمیدم پاسداره خیلی ناراحت شدم. انگار دنیا رو ازم گرفتن. یه جوری احساس کردم یکی از رفیقام پریده و رفته پاسدار شده. مسعود یعنی واقعا پاسداره؟ آره یه پاسداره. اول که نمیدونستم. بعد فهمیدم. خوشحالی دیدنش برا من اصلا زیاد طول نکشید. شاید چند دقیقه بود. بعدش تبدیل شد به ناراحتی. با خودم گفتم کاش ندیده بودمش. خب اولش با رغبت بغلش کردم. ولی بعد پشیمون شدم چرا بغلش کردم. تا شروع کردم ازش بپرسم چی کار میکنه خودش گفت تو سپاه فعاله. گفت با مادرش توی یکی از همین خونه‌های مصادره‌ای زندگی میکنه. ما اصرار اون پیش مادرش رفتیم. زمان قدیم مادرش رو باز بود. چادرش رو از پشت به کمر میبست. خیلی به زن بهادر بود. حالا تا منو دید روشو گرفت. حس کردم مثل بسیجیاست. حالم داشت به هم میخورد. اسم مادرش زلیخاست. حالا باید بهش بگن هاش خانوم. دیگه مثل اون زمونا نیست. خیلی مذهبی شده. یه سر سیاپوش شده. همه چارچشمی به علی نگاه میکردند و به حرفاش گوش میدادند. کنجکاو بودن تا بقیه ماجرا رو بشنوند. بعد علی ادامه داد مادرش تا منو دید از حسین پرسید این کیه دیگه اینجا آوردی؟ قرار شد آدمای غریبه رو اینجا نیاری. حسین با خوشحالی به مادرش گفت نتونستی علی رو بشناسی؟ چی؟ علی؟ علی کیه؟ همون علی که تو آب منگل باش دوست بودی؟ ننه مگه یخچال صغیره یادت رفته؟ آها استغفرالله مگه میشه؟ علی تو آب منگل رو میگی؟ همون که باش دوست بودی؟ آره ننه همون علیه. زلیخا رو کرد به من و گفت سلام علی آقا ما بهت مدیونیم نمیتونستیم پولتو پس بدیم حالا دیگه انقلاب شده باید دین خودمو بپردازم. علی با مکسی کوتاه گفت اون موقع که هنوز نرفته بودن من 20 تومن به حسین قرض داده بودم برای اینکه اونا وضع مالیشون خیلی خراب بود. حالا که از طرف بسیج و کمیته پولدار شدن مردم رو سرکوب میکنن. مادرش رفت تو اتاق از همون پولا برا من بیاره. بعد از چند لحظه اومد. به من اصلا نگاه نکرد. 2 تا 100 تومانی نو تو دستش بود. انگار که من گدا هستم. مثل خودشون که تو روابط خودشون برخورد میکنن خواستم با منم برخورد کنن. به حسین گفت
اینو بده بهش. حسین 2 تا 100 تومانی رو گرفت و اومد به طرف من و گفت این بدهی ما به توه. یکا آب شدم. یعنی اون همه رفاقت و دوستی شده بود 200 تومن. دیدم برام خیلی افت داره که 200 تومن رو بگیرم. اون موقع که من 20 تومن داده بودم اون 20 تومن رو از تو قلبم به حسین داده بودم. حالا اونا میخوام با نزول برش گردونم. فکر کردم 20 و چند سال پیش من با حسین دوست بودم. پولو قرض بهش دادم. بهش گفته بودم اگه نتونستی بهم پس نده. حالا که این خانواده دشمن منن گرفتن 200 تومن از اونا برام خیلی افت داشت. بهش گفتم 20 سال پیش بوده، ربطی به حالا نداره. اون موقع شما احتیاج داشتید، حالا من احتیاج ندارم. زلیخا گفت پس ما این دین رو میریزیم به حساب ست ما. یهو جا خوردم. گفتم حالا که اصرار میکنید میگیرم میدم به یه پیرزنی که هیچ کسی رو نداره. رو کرد به مسعود و گفت منظورم همون پیرزنیه که تو زورآباد تنها زندگی میکنه. علی ادامه داد یه کمی راجع به گذشته حرف زدیم. هنوز چند دقیقه حرف نزده بودیم. مادرش گفت الحمدلله کی میری جبهه؟ برای رد گم کردن گفتم اسممو نوشتم. چون بچه دارم گفتن حالا صبر کن. هرچی اصرار کرد که برم تو چای بخورم قبول نکردم. گفتم باید برم دنبال بچم. اونا دوست دارن بیشتر با من رابطه داشته باشن. اگه تو این محل رو بریم حسابی ضربه میخوریم. من باید رابطه خودم رو تو محل خیلی عادی نشون بدم. من با حسین نمیتونم رابطه دوستی داشته باشم. مسعود درسته پاسدارا معنی دوستی رو نمیدونن. حالا حتما میخواد بدونه تو چی فکر میکنی. تا چقدر میتونه رو تو حساب بکنه. همینطوری که تو داری به ما گزارش میدی اونم میره به رئیسش گزارش میده. خودت میدونی که در رابطه با زندگی سیاسی نباید هیچ سرنخی بدی. شاید بشه از امکاناتش استفاده کرد. امکانات؟ مسعود ادامه داد آره مثلا حواله لاستیک اتومبیل. خیلی از بچه‌ها به خاطر ضربه ها در به در شدن. خیلی ها احتیاج به پول دارن تا به خارج برن. خیلی ها اعدام شدن. خانواده‌هاشون به کمک مالی احتیاج دارن. ما اگه بتونیم از کانال‌های پول جور کنیم میتونیم نیروهای خودمون رو نجات بدیم. این که کار بدی نیست. الان ما به پول نیاز داریم. مثلا بعد از اینکه مطمئن شیم که فرخنده ضربه نخورده باید یه فکری به حال اینجا بکنیم. با این گزارشایی که میدی اصلا دیگه نمیشه اینجا رو جمع کرد. مثل گاو پیشونی سفید میشیم. باید هر چی زودتر یه جایی داخل کرج بری. علی با تعجب پرسید اگه قرار باشه از اینجا بریم پس برای چی با حسین رابطمو گرم کنم؟ مسعود که به هزینه خانه‌یابی و هزینه‌های متعدد و کمک به دیگر رفقای فراری و در به در فکر می‌کرد، در پاسخ به علی گفت اون که راحته میشه بهش سر زد. محسن که سر به زیر داشت و منتظر بود صحبت‌های مسعود و علی به نتیجه برسد، با تاکید گفت نه فکر میکنم اگه قرار باشه بری رابطه رو گرم نکن. بالاخره در میاره کجا اساس کشی کردی. فکر میکنم خیلی بچگونه باشه که علی از اینجا اساس کشی کنه بعد بیاد به این پاسدار جانی سر بزنه و اون راحت و بیخیال باشه و از علی نپرسه تو کجا زندگی میکنی. چرا از اینجا رفتی؟ رفیق مسعود فقط به فکر این نباش که چطوری میشه پول در آورد و به رفقا کمک کرد. حفظ رفقا فقط با پول نمیشه. پول رو باید یه جای دیگه در آورد که کمترین مسئله امنیتی پیش نیاد. علی هم با نگاه مسعود که تحلیلش زیاد پایه و اساسی نداشت مخالف بود و گفت درسته ولی اینجوری که فهمیدم میخواد بره جبهه. مسعود خب دیگه روی این مسئله مکس نکنیم. برو ببین چه میکنی. خب تو شورا چی شد؟ انتخاب شدی؟ فکر میکنم نباید بری برای مسئولیت گرفتن. برای اینکه شناخته میشی. ما باید کار مخفی بکنیم. علی از خیر شورا بگذریم. نمیشه اونجا رفت و هیچی نکرد. محسن ما باید کارگرای پیشرو رو بشناسیم. با اونا تماس بگیریم. از طریق اونا آگهی رو تو کارخونه ها ببریم. مسعود درسته اینجا کارگر کی هستش؟ علی این همسایه بغلی قدیر کارگره. از ترکیه اومده. زن ایرانی داره.
2 بچه هم داره. برای اینکه با او رابطه داشته باشیم هر روز با ماشین میبرمش سر کار. یه روز ماشین نداشتم. مجبور بودم با مینیبوس برم تهران. تو مینیبوس کسی نبود. روی یکی از صندلی‌ها یه اعلامیه تشکیلاتو گذاشتم. بر حسب تصادف قدیر یه ایستگاه بعد سوار شد. یه طوری خودمو پوشوندم و نشسته بودم که منو کسی نشناسه. دیدم قدیر نشست همونجا که اعلامیه رو گذاشته بودم. فارسی خوب میدونه. 10 سال اینجاست. اعلامیه رو برداشت. نگاهی به اون کرد. بعد باهاش دماغش رو پاک کرد. خیلی ناراحت شدم. گفتم عجب آدم احمقیه. فکر کردم کارگرای ترک از کارگرای ما آگاه‌ترن. ولی برعکس بود. حالا اگه ایرانیا نمیخونن یا اگه ترس دارن که بخونن اینجوری توهین نمیکنن. یدی: خب همسایه‌های پشتی چی؟ علی: این پشت سریمون بسیجی هن. تو محل چند نفری فعالن که یکی هم حسین قدیانیه. اون هم اول خیلی ضد رژیم بود ولی خیلی فیلم بازی میکنه. جلو من ضد رژیمه. پشت سرم بسیجیه. یکی دیگه هم اسمش حسینه. دندون سازه. قبلا نشریه بهش میدادم. اعلامیه میدادم. چند روز پیش رفتم ببینمش. نشریه جدیدو گرفت. سری زیر فرش خونش قایم کرد. یه جوری که من فکر کردم یکی تو خونشه. از یکی از رفقا که با هیچ تشکیلاتی کار نمیکنه شنیدم که بسیجی شده. تا حالا ملاحظه منو کرده. به خاطر روابط قبلی کاری دستم نداده. یه حسین دیگه هم هست که وانت داره. باربری میکنه. پسرش میدونی پیکاری بوده؟ بیشرفا همین چند هفته قبل اونو گرفتن اعدامش کردن. حالا بعد از اعدام پسرش از هر چی سیاست و سیاسی کار هستش شوری میکنه. خلاصه خیلیا که میخوایم روشون کار کنیم رفتن طرف رژیم. سر کارم هم همین جوریه. تا دیروز همه علیه رژیم اعلامیه پخش میکردن. اکثرشون چپیا بودن. خیلیا رو گرفتن یا تصفیه کردن. بعضیا هم میگفتن چپیان. حالا شدن طرفدار رژیم. بعضیا که کاری به کار رژیم شاه نداشتن یا بعضیا که تا دیروز عرق میخوردن یهو نمازخون شدن، ریش گذاشتن، تسبیح میزنن. یه کسایی شدن انجمن اسلامی که اصلا نمیشه فکرشو کرد. حالا هم یه مش دانشجو رو که عضو انجمن اسلامیان آوردن کردن رئیس، مدیر عامل، مدیر. اصلا باور نمی کنم. ما این همه روشنفکر داشتیم. یهو الان نگاه میکنم میبینم فقط چپیا روشنفکرن. خب وقتی فقط چپیا مخالف رژیم باشن، لیبرالا و این اکثریت‌ها و توده‌ای‌ها از رژیم دفاع بکنن، خب معلومه که ما سری ضربه میخوریم. تازه خیلی از کارگرای خدماتی برای اینکه خودشونو از فقر نجات بدن رفتن تو مسجدها و کمیته ها و تعاونی ها. خیلی از اونایی که منو میشناسن قبلا رابطه خوبی با من داشتن. حالا هم دارن ولی از رژیم طرفداری میکنن. لامصب جنگ خیلی مردم رو تحریک کرده. برای روشنفکرای واقعی یه مشکل بزرگیه. بیشتر مردم میرن با رژیم همکاری میکنن. خب عراق اومده خرمشهر رو گرفته. خیلیا که رژیم رو قبول ندارن رفتن جبهه. من امیدم رو از دست نمیدم ولی خیلی وضع خرابه. بهتره یه جور دیگه ای کار کنیم. پایان بخش 16. بخش پایانی از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. abogebuch.com مسعود سری تکان داد و گفت خب جنگ رو راه انداختن که خودشون رو تثبیت کنن. مردم بالاخره یک خواستایی دارن. ما میدونیم که این رژیم خواستهاشون رو نمیتونه بده. اینا هم که اینجا اومدن و یه خونه مصادره کردن از روی ناچاری اومدن. بعضیاشون هم به خاطر همین خونه ها صداشون در نمیاد. ولی برای آب و برق دیدیم که همه رفتن فرمونداری. ما نمیتونیم مبارزه رو تعطیل کنیم. فردا اعلامیه رو چاپ میکنیم. منصور با محسن سوار موتور میشن.
در خیابان اصلی شهر روبروی بیمارستان، آره اونجا محل شلوغیه. اعلامیه‌ها رو در 2 یا 3 دسته میون جمعیت رو هوا پرتاب میکنن. ما باید اعدام‌ها رو محکوم کنیم. جهنم که جنگه. ولی اعدام دختر 9 ساله یا هر کس دیگه رو نمیتونیم محکوم نکنیم. ما باید از مردم بخوایم که اعدام‌ها رو محکوم کنن. فردا وقتی منصور و محسن اعلامیه‌ها رو پخش کردن، به سرعت از محل دور میشن. تعقیب و گریز لازم رو هم قبلا باید با برنامه‌ریزی تمرین کنن. بعد رو به علی و یدی کرد و گفت شما دوتا تو جمعیت هستین. نگاه میکنین ببینین عکس‌العمل مردم چی هستش. کسی اعلامیه رو برمی‌داره میخونه با خود میبرن. باید گزارش بنویسید و به جنبم بدین. بعد مسعود مکسی کرد و با تاکید گفت خب کسی نظری نداره؟ اگه نه پس جلسه بعدی اینجا نیستی. جاشو بعد خبر میکنم. علی تو مواظب باش ببین اینجا زیر نظر هستی یا نه. یدی تو باید در بیاری ببینیم وضعیت فرخنده به کجا رسیده. تا چند ساعت پیش اطمینان داریم دستگیر نشده. از حالا باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. اگه حتی 1% مطمئن بشیم که فرخنده دستگیر شده یا زیر ضرب هستش، حتما علی با مرجان و بچهش این خونه رو باید ترک کنن. پس یدی تو از طریق مرجان با علی در تماس باش. محسن تو هم از طریق مینا با یدی در تماس باش. یادتون باشه قرار ما این هستش که اگه کسی سر قرار اول نیومد 2 ساعت بعد قرار رو جایی که تعیین شده تکرار میکنیم. اگه سر قرار دومم نیومد یعنی دستگیر شده. همه اطلاعاتش سوخته. اصلا دنبالش رو نمیگیریم. بالاخره از طریق روابط دور میتونیم متوجه بشیم دستگیر شده یا نه. عصر همان روز مرجان به علی خبر داد فرخنده دستگیر نشده. محل زندگیش لو رفته. الان در یه جای امنی زندگی میکنه. علی از شنیدن این خبر خوشحال شد و گفت پس من میرم سولمازو از مهد کودک برمیدارم میبرم خونه. ساعت 8:30 میام دنبالت. مرجان تاکید کرد رأس ساعت 8:30 پایین پله ها تو حیاط بیمارستان منتظرت وامیستم. علی دخترش را از مهد کودک بر می دارد و به خانه می رود. هنوز وارد حیاط خانه نشده بود. حسین یخچالی جلوش سبز شد. سلام علی. بچه‌م داری؟ آره. چند سالی که ازدواج کردم. تو چی؟ زن و بچه نداری؟ خب مبارکه. نه بابا کی به من زن میده؟ علی میخواست مطمئن شود حسین تا چه زمانی در محله میماند، چرا که دفعه قبل گفته بود میخواهد به جبهه برود. از این رو به او تعارف کرد بیا بریم تو، بچه خوابه، تا بیدار بشه یه کمی حرف بزنیم. باشه بریم تو. حسین پشت سر علی وارد خانه شد. دیوارهای اتاق پذیرایی و ناهارخوری هنوز کاهگلی و در آنها بسته بود. آنجا پر از وسایل بنایی بود. پنجره‌ها نصب شده بودند ولی هنوز اطراف خانه ساخته نشده و برخی نقاط به اندازه یک ردیف آجر خالی بودند. ماشین لباسشویی کهنه، یخچالی کهنه نشان میداد زمانی در جای بهتری ایستاده بودند. اتاقهای مفروش با موکت‌های دست دوم. حسین گشتی در اتاقها زد. همه چیز را با دقت نگاه کرد. گویا میخواست بداند وضعیت مالی علی چگونه است. با دیدن وضعیت خانه به یاد خانه‌های تیمی افتاد. کنجکاو همه جا را نگاه میکرد. اصلا به ذهنش خطور نمیکرد که علی هم ضد انقلاب باشد. پرسید تو چرا خونه مصادره کردی؟ چرا نه؟ مثل تو. تازه من زن و بچه دارم. نالوتی، منم با ننم اومدم. حالا که اومدی اینجا زندگی کنی، حداقل در و دیوار رو گشتکاری کن. سوراخ سنبه‌های زیر پنجره رو بگیر. اونجوری که نمیتونی زندگی کنی. خونه ما رو دیدی؟ الان 2 هفته است که اومدیم. سری دادیم گشتکاری کردن. پنجره گذاشتیم. همه جا رو شیشه زدیم. نیومدی تو نگاه کنی؟ علی حواسش به زیر پوست حسین بود. فکر کرد اشتباه کرده که او را داخل خانه آورده. اما به خود نهیب زد که باید همه چیز را عادی جلوه دهد.
او فکر می‌کرد به اعمالی که پاسدارها برای به دست آوردن پول و ثروت انجام می‌دهند. معلوم است که حسین با چه نیتی خانه مصادره و پولش از کجا تامین می‌شود. برای اینکه تردید و دودلی در حسین به وجود نیاید گفت: خب پنجره ها رو که گذاشتیم شیشه نداشتن. شیشه ها رو هم سفارش دادیم. حسین تاکید کرد: اگه بخوای میتونم از بسیج برات وام بگیرم. نه، یه وام گرفتیم. دیگه نمیخوایم وام بگیریم. 2 نفری کار میکنید. باید حقوق خوبی بگیرید. خب میتونید سریع اتاق پذیرایی و گچکاری کنید. آره، قسط 1 نفر رو داریم، در راه رضای خدا میدیم. آها، پس هنوزم مثل اون موقع ها دست و دل بازی. بابا دست بردار. به این مردم هر چی خوبی کنی توف میکنن تو صورتت. فکر بچت باش. من الان میرم جبهه. وقتی برگردم درجه میگیرم. کلی وضعم خوب میشه. چی کار دارم چی میشه؟ هر چی میشه دیگه وضع من مثل اون موقع ها نمیشه. علی نگاهی به ریشای حسین کرد. فکر کرد بهتر است مثل مردای مسلمان حرف بزند. گفت: چی کار کنم؟ اشتباه کردم. یه غلطی کردم. حالا توش گیر کردم. حالا زنت کی هستش؟ قوم و خویشه یا غریبه است؟ مگه دیوونم برم غریبه رو بگیرم؟ خب معلومه قوم و خویشه. راستی یادش بخیر، چه دورانی بود. من چقدر دنبالت گشتم. یهو غیبت زد. چی شد که یهو غیبت زد؟ آها، اون سبزی فروشه خارجنده رو یادته؟ آره، اونجا که آخر سریا رفته بودی کار میکردی. آره، اونا قاچاق فروشی میکردن. من باید هر روز میرفتم تریاک پخش میکردم. از اینش ترس نداشتم. میترسیدم منو معتاد کنن. راستش یکی از پسراش که 16 سال داشت شده بود رئیس من. اسمش مجتبی بود. هی بهم فحش خار مادر میداد. ننم گفت دیگه نمیخواد بری اونجا کار کنی. منم همون فرداش میخواستم بیام دنبالت بریم تو اون بستنی فروشی که میگفتی شاگرد میخواد کار کنم. درست همون روز وقتی از خونه در اومدم بیرون سر و کله مجتبی پیدا شد. میخواست منو به زور ببره سر کار. منم نمیخواستم برم. حسین یک باره مکث کرد و گفت: ببین این چیزا رو برای کسی تعریف نکنی یا؟ چی؟ من؟ فکر میکنی نمیدونم که تو مجتبی رو با چاقو زده بودی بعد اونم مرد؟ حسین کمی فکر کرد و ادامه داد: نه، با چاقو نزدم، با پیشگوشتی زدم. یادته یه پیشگوشتی داشتم؟ آره یادمه. با پیشگوشتی زدی؟ آره، بی‌ناموس خارجنده بهم فحش و خار مادر داد. منم با اون پیشگوشتی زدم تو قلبش. همونجا که آقای خدا بیامرزم زده بود به اون تن لش مصطفی. اونو کشت. ننم اومد دستمو گرفت ببره. نمیرفتم. ولی یهو یاد اعدام آقام افتادم. کمی صبر کرد. خون مجتبی که از دهانش بیرون آمده بود را به یاد آورد و گفت: آره خب حقش بود. ننه ژنده افتاده بود رو زمین. بعدم ننم بهم گفت بیا بریم. اول فکر میکردم یه خورده قدبازی در بیارم. ولی بعد فهمیدم که جای قدبازی نیست. با مادرم از خیابون آبمنگل بیرون رفتیم. اول نمیدونستیم کجا بریم. ننم هی میگفت چیکار کنیم. همش فکر میکردیم الان منو دستگیر میکنن بعدم اعدام میشم. شاید برای اینکه بچه بودم اعدامم نمیکردن. ولی اون موقع عقلم نمیرسید. حالا تازه خودمم که معرفی میکردم چی میشد؟ علی به یاد دختر 9 ساله‌ای افتاد که چند روز قبل رژیم به خاطر داشتن یک روزنامه اعدام کرده بود. با عجله گفت: چرا؟ اعدام میکردن؟ چند روز پیش یه دختر 9 ساله رو اعدام کردن. حسین کمی فکر کرد و با لبخندی مستهجن گفت: اون که ضد انقلاب بوده. زمان شاه رو میگم. ننم میگفت خانواده مجتبی آدمای خونیتونی هستن. اگه دولت ما رو نکشه اونا ما رو میکشن. بریم دست به دومن شاه عبدالعظیم بشیم. به اون پناه ببریم. بعد رفتیم اونجا. خواستیم اونجا بریم تا آب از آسیاب بیفته. تون از کوچه پس کوچه ها رفتیم تا سر خیابون خراسون. اونجا رفتیم سوار ماشین دودی شدیم. با ماشین دودی رفتیم شاه عبدالعظیم. اونجا از همه جا مونده و رونده شدیم. کنار دیوار صحن نشستیم. کسای دیگه هم نشسته بودن. یه کمی که نشستیم دیدیم هی برامون پول پرت میکنن. 2-3 ساعت نگذشته بود که چند تومانی پول جمع شد. ننم رفت از مغازه یه عرقچین خرید. گفت سرتو بپوشون.
خودش هم روشو گرفته بود. خلاصه این شد کار ما. کسی نمیتونست ما رو به راحتی بشناسه. چند وقتی نگذشت حاج جعفر بستنی فروش که همیشه از اونجا میگذشت خاطرخواه ننم شد. برای اینکه ننم میرفت ازش آب میگرفت و میخورد. به منم میداد. او زاغسیه ننم رو چوب زده بود. سگ مصب عاشق ننم شد. اول منو کرد شاگرد خودش. منم یه کلاه پشمی گذاشتم رو سرم. هر کی میگفت چرا کلاه سرت میذاری میگفتم دوست دارم. اولش نزدیکای حرم میخوابیدیم. خیلی خودمونو آفتابی نمیکردیم. قاطی زوارایی که از این ور اون ور میومدن میشدیم. هیچ وقت تنها جایی نخوابیدیم. حاج جعفر که ننمو سیغه کرد یه اتاق به ما داد. من براش شاگردی میکردم. چند ماهی تو جایی که بستنی میزد کار میکردم. هی باید با پارو شیر و خامه رو هم میزدم. مغازه رو تمیز میکردم. جلو مشتریا کم پیدا میشدم. خودم هوای دور و برم رو داشتم. اگه یه چیزی مشکوک میدیدم سریع خودم رو قایم میکردم. ننم براش رخت و لباس میشست. همینجوری زندگی ما گذشت. 10 سال پیش هم به درک رفت. نالوتی هیچی به ما نبخشید. همه ثروتش رو داده بود به زن و بچه خودش. ننم اجازه داشت تو اون 2 اتاق زندگی کنه. منم همونجا بودم. دیگه ریش و سیبیل درآوردم. ترسم ریخت. همیشه سعی کردم ریشا رو داشته باشم. اولش که بچه بودم خیلی سعی کردم زود ریش در بیارم. از سن 12-13 سالگی هر روز صورتم رو با تیغ ژیلت میزدم تا بالاخره ریش درآوردم. نه سربازی رفتم، نه درس خوندم، نه جایی رفتم استخدام بشم. تو همون بستنی فروشی کار کردم تا انقلاب شد. وقتی انقلاب شد رفتم تو بسیج محل، تو مسجد. اونجا برای ننم کمک خرجی گرفتم چون شوهر نداشت. یه زن تنها بود. خب بهش کمک شد. از بسیج پول گرفت. اونم اومد تو بسیج. خیلی چیزا یاد دخترا میده. بهشون میگه باید حجاب داشته باشن. میگه حجاب فقط یه تیکه پارچه نیست. بهشون نشون میده چجوری نماز بخونن. خیلی چیزا نشون اونا میده. منم که از اون فرار کردن و قایم شدن دیگه راحت شدم. هیچ کس غیر ننم و تو نمیدونه که من مجتبی رو کشتم. برا همین هستش که میگم پیش خودمون بمونه. دیگه من فراری نیستم. وضعمون خیلی خوب شده. اگه ضد انقلاب بذاره ما یواش یواش وضعمون بهتر میشه. حالا هم که این خونه رو گرفتیم. خوب شد که اومدیم اینجا تو رو پیدا کردم. ننم دیشب خیلی خوشحال شد. برات چند رکعت نماز خوند. گفت الحمدلله علی هم میره جبهه. اگه بخواد من از بچه و زنش نگهداری میکنم. قبلا بچه‌های سپاه بهم گفته بودن سعی کن برو اونجا. خب از طرف بسیج خبر دادن اینجا یه خونه خالیه. اومدیم اینجا. هم صابخونه میشیم هم یه سر و کله میکشیم. شنیدیم تو این شهرک ضد انقلاب داره یه کارایی میکنه. بین خودمون بمونه. من اومدم اینجا اونا رو شناسایی کنم. خلاصه همین چند سال پیش از اون جایی که ما بهش میگفتیم یخچال سقی رو رد شدم. دیگه نه زمینی داشت و نه هیچی. همه اون زمینا شدن خونه و آپارتمون. هیچ کس از آدمای قدیم اونجا نیستن. یا اگه هم باشن دیگه خیلی پیر شدن. جووناشون حتما رفتن دنبال زندگیاشون. آره دیگه اونجا دیگه اونجوری نیست که ما دیدیم. خونه های شیک درست کردن. کوچه شما هنوز هستش. به جای اون خونه شما یه آپارتمون خیلی بزرگ ساختن. آره حالا هم که تو سپاهم حقوقم خوبه. ننم وضعش خوبه. دیگه از کسی نمیترسم. همه باید از انقلاب دفاع کنیم. حالا تو چی کار میکنی؟ علی محو حرفای حسین شده بود. با شنیدن جمله آخر حسین او دیگر حالا حسین نبود. شبحی از جنایت بود. نگاه کرد و گفت خوب ننت رشد کرده. اون وقتا بلد نبود نماز بخونه. حسین لبخند رضایت آمیزی زد و گفت خب یاد گرفته. آدم که همش با یه چیزی سر و کار داشته باشه خوب یاد میگیره. علی به بحث ادامه نداد و گفت زندگی منم همینطور بود. خیلی سخت گذشت. در به دری زیاد کشیدم. روزا کار کردم، شبا درس خوندم. خلاصه الانم با سختی کار میکنم. ازدواج کردم. خیلی دنبالت گشتم. یکی از آرزوام این بود که تو رو دوباره ببینم. فکر میکردم میتونیم دوباره بریم همون محل خاک بازی کنیم.
سگ بازی کنیم، شعر رو بگیم. ولی حالا میبینم تو دیگه اون آدم نیستی. منم اون آدم نیستم. اون موقع اصلا فکر نمی‌کردم بتونی یه نفر رو بکشی. حسین خودش رو جابجا کرد. انگشتان دستش رو شکست. گویی این کار را بر حسب عادت انجام میداد. بعد گردن قروچه‌ای کرد و گفت: من که آدم کش نیستم. اونم که زدم حقش بود. دست از سرم بر نمی داشت. هرچی میگفتم فوش نده هی فوش میداد. رفت به جهنم. الان چی؟ حاضری کسی رو بکشی؟ معلومه که نه. اگه بیگناه باشه چرا باید کشته بشه؟ ولی اگه گناهکار باشه حاضرم سرشو بکنم. علی میدانست منظور او از گناهکار کیست، اما برای اینکه بیشتر او را بشناسد پرسید: گناهکار رو چجوری میشه شناخت؟ خیلی راحته. الان مثلا اگه کسی ضد انقلاب باشه و توبه نکنه خب باید کشته بشه. چرا که ضد انقلاب رو به خطر میندازه. اگه از کارش پشیمون نشه، اگه توبه نکنه خب باید چی کارش کرد؟ بذاریم همون جوری کاراشو ادامه بده؟ معلومه که هیچ کس نمیخواد اون زنده باشه. علی از استدلال‌های حسین بیزار شده بود و با خود میپنداشت اگه کمتر حرف بزنه پاسخ کمتری هم خواهد شنید. لذا بحث را عوض کرد و پرسید: درس چی خوندی؟ گفتم که نتونستم. خب به خاطر همین که اگه میرفتم مدرسه درس بخونم اسمم در میومد منو دستگیر میکردن. بلافاصله علی سوال کرد: سگا یادته؟ آره، خب بچه بودیم، عقلمون نمیرسید. سگ موجود نجسیه. ولی من هنوز سگا رو دوست دارم. چطوری ضد انقلابو پیدا میکنی؟ هیچی، تو در و همسایه سرک کشی میکنم. جلو دانشگاه زمان ضد انقلابا کتاب میفروختن. میرفتیم وقتی سرشون خلوت میشد حمله میکردیم. همیشه نگاه میکنم ببینم کی ضد رژیمه. تو خیابونا میگردیم. تو تظاهرات گروهکا شرکت میکردیم. اونا رو شناسایی میکردیم. کسایی که خیلی آتیششون تند بود و هر جا که تنها گیر میآوردیم به باد کتک میگرفتیم و خونین مالین میکردیم. اونا که شعارها رو میدادن و میرفتیم دنبالشون. بعضیا رو میبردیم کمیته. بعضیا هم میزدیم لت و پار میکردیم. و با خنده و خوشحالی زایدالوصوفی گفت: هفته گذشته رفتیم عراق. اونجا دخترای منافق تظاهرات داشتن. به ما گفته بودن بزنید لت و پارشون کنید. تیغ ژیلت هم به ما دادن. گفتن اونا هیچی با خودشون ندارن. خونشون حلاله. آخه وقتی آدم اعلان جنگ مسلحانه میکنه حداقل باید یه چاقو با خودش بیاره. ریختیم تو تظاهرات. دخترای دانش آموز سینه‌هاشون تازه در اومده بود. بعضیا هم سینه‌های بزرگ داشتن. من سینه یه دختر رو با دستم گرفتم. 15 یا 16 ساله بود. وقتی سینه‌شو گرفتم هی داشت جیغ میزد. هی داشت میگفت زنده باد آزادی. مرگ بر جمهوری اسلامی. منم همونجوری که سینه‌شو تو دستم گرفته بودم شروع کردم با تیغ ژیلت اونو بریدن. هی جیغ میزد. نمیدونی چه جیغایی میکشید. فقط اون نبود که جیغ میکشید. تیغم شکست. دختره افتاد رو زمین. علی که از نفرت و خشم موهای بدنش سیخ شده بود با تعجب پرسید: واقعا این کارو کردی؟ آره، البته نتونستم همشو ببرم ولی دستام پر خون شده بود. وقتی افتاد رو زمین یه لگدم زدم بهش که داشت از درد جیغ میکشید. بعد با خنده‌ای چندشاور ادامه داد: چه جیغ و دادی بلند کرده بودن. گریه زاری. تظاهراتشون شده بود خون و گریه. اونا که زخمی بودن نمیتونستن در برن. اونا که داشتن فرار میکردن و گرفتیم. بعضیا در رفتن. بعضیا رو تا اونجا که میتونستیم زدیم. بعضی از بسیجی‌ها هفت‌تیرم داشتن. میزدن. مردم کنار خیابونم فرار میکردن. جات خالی بود که ببینی و کیف کنی. علی متوجه شد با یک بیمار روانی و وحشی روبروست. از اینکه حسین یخچالی به چنین موجودی تبدیل شده بود برایش بسیار مشمئز کننده بود. با ناراحتی رو به حسین کرد و گفت: اون موقع‌ها دلت برا آفتابگردون میسوخت. حالا سینه میبری؟ حسین کمی حالت خنده از چهرهش کنار رفت. انگار شرمنده شده بود که این واقعه را برای علی تعریف کرده. بعد گفت: درستش همینه. اینا رو باید روشونو کم کرد. یه انقلاب شده. اینا باید قبول کنن. علی با لحن ناراحتی پرسید: حالا چیکار میخوای بکنی؟
حسین کمی با تردید به علی نگاه کرد و با خود اندیشید باید باهاش رابطمو خوب کنم. باید راضیش کنم درست حسابی از انقلاب دفاع کنه. شاید به خاطر زن و بچهش میترسه. باید بیاد تو بسیج. باید یادش بدم حرف زنشو گوش نکنه. اگه برگردم حسابی روش کار میکنم. بعد ادامه داد چی کار میخوای بکنم؟ معلومه میرم جبهه برمیگردم باهات کار دارم. چی فکر کردی؟ فکر کردی چون زن و بچه داری میترسی کفارو بکشی؟ بعد منم همینجوری ازت بگذرم دارم میرم جبهه. از جبهه که برگشتم حسابی با هم حرف میزنیم. جبهه؟ کی میری؟ فردا صبح زود حرکت میکنم. وقتی برگشتم یه کمی رو مخت کار میکنم. من تو رو میشناسم. طرفدار مستضعفینی. حیف ولت کنم. علی از ترس لو رفتن و به دام افتادن رفقایی که با آنها تماس داشت موضعی نگرفت. ولی از حسین پرسید اون موقع مستضعف وجود نداشت. پس من چی بودم؟ تو چی بودی؟ خب ما آدمای بدبختی بودیم ولی کلمه مستضعف برای ما به کار نمی بردن. همون بدبختا رو میگن مستضعف. در موقع خداحافظی حسین به گرمی علی را بغل کرد. بوسید. علی احساس خفگی داشت و با رغبتی بسیار ضعیف متقابلا او را بغل گرفت. چرا که می‌دانست او به نیروهای انقلابی پیوسته. خاطره برخی از رفقایش در ذهن او زنده شد. آنها همه به دست افرادی مثل حسین کشته شده بودند. هر روز اسامی جدیدی را در روزنامه‌ها مشاهده می‌کرد. همه جوان و روشنفکر، یک تیتر کوتاه و نام‌های گاهن مستعار جوانان، فقط کلمه اعدام شدند را می‌نوشتند. کسانی که فریاد آزادی و برابری داشتند به دست همین موجودات نابود می‌شدند. ناله و زجه‌های آن دختر مجاهد را در ذهن مجسم کرد. لرزشی دردناک در وجودش افتاد. با خود گفت نمی‌دانستم تا این حد جنایتکار شده. این همان دوست دوران کودکیم است که به خاطر بریدن گوش سگ‌ها با دیگران دست به یقه می‌شد. بریدن گوش سگ‌ها برایش چندشاور بود. حال سینه دختران سیاه روز را می‌برد. یاد پسری که در همسایگیش با 18 سال سن اعدام شده بود افتاد. همه چیز و وقایع جاری برایش رنج‌آور بود. یاد کسانی افتاد که به دست رژیم کشته شده و افرادی مثل همین حسین با افتخار از کشته شدن آنها یاد می‌کنند. با خود اندیشید چگونه انسان می‌تواند در چنین مواقعی دست به چنین جنایاتی بزند و ادعای انسان دوستی هم داشته باشد. علی در زندان انسانیت گرفتار بود. در زندان وابستگی‌ها. با خود اندیشید انسان تا چه اندازه ظرفیت غم را دارد. دیگر در غم اشباع شدم. نمیدانم از دست دادن دوست آن هم به این صورت را چگونه میتوان توضیح داد. در هر صورت او را از دست دادم. خاطراتش برایم ماندنی است. خاطراتی که مرا رنج میدهد. من او را در مخیله‌ام فراموش کرده بودم. اکنون تلفیق خاطراتم و شخصیت کنونیش بسیار آزاردهنده است. شاید در جبهه مانند هزاران نفر دیگر که هر روز خبر مرگشان را می‌آورند کشته شود. ولی همه کسانی که به جبهه می‌روند مثل حسین نیستند. حتما بین آنها کسانی که به اجبار یا از روی وطنخواهی و دفاع از خانواده به جبهه رفتند وجود دارد. کسانی که خود جنایتکار نیستند، گرچه همه برای کشتن به جبهه می روند و در نتیجه ناآگاهانه از رژیم حاکم دفاع می کنند. اما حسین برای دفاع از جنایت به جبهه می رود. ساعتی در اتاق راه رفت و سیگار کشید و با خود می گفت آیا می شود ناآگاهی را با قتل از میان برد؟ همان گونه که آگاهی با قتل نابود نمی شود. ناآگاهی نیز با قتل نابود نمی شود. از این رو علی برای ممانعت از دستگیری خود و رفقایش مقابل حسین کوتاه آمد. سر بر دیوار کوفت. اتاق را چندین بار بالا و پایین رفت. دیگر تاریک شده بود. میباید مرجان را میآورد. 2 هفته از اعزام حسین یخچالی به جبهه گذشته بود. علی همواره در انتظار خبری از حسین بود.
در انتظار خبر او که سالیان دراز آرزوی دیدارش را داشت. اگر تا چندین هفته قبل آرزوی دیدارش را داشت، حال آرزوی مرگ او را در سر می‌پرورانید. حسین برایش به دشمنی بسیار نفرت انگیز و خطرناک تبدیل شده بود. هرگاه از جلوی خانه آنها رد می‌شد، به در و دیوار آن نگاه می‌کرد. گاهن زلیخا را سراپا سیاه پوش مشاهده می‌کرد. با نفرت رویش را برمیگرداند و با سرعت دور می‌شد. یکی از روزها وقتی از جلوی خانه حسین می‌گذشت، متوجه حجله‌ای در مقابل منزل او شد. جلوتر رفت. عکس حسین بر اعلامیه‌ای نقش بسته بود. آن را خواند. نوشته بود: شهادت سردار اسلام مبارک. کمی ایستاد، به فکر فرو رفت. دوران کودکیش را مرور کرد. زمانهای دور و سخت کودکی و تغییر چهره انسان از خوب به جنایت. سرش را به زیر انداخت و خوشحال از کشته شدن حسین از آنجا گذر کرد تا خبر مرگ او را به دوستان خود بدهد. عصر همان روز مادر حسین کسی را به دنبال علی فرستاد تا او را از شهادت حسین در جبهه‌های قصر شیرین با خبر سازد. پایان کتاب. نام کتاب: مجموعه داستان حسین یخچالی، نویسنده رضا باقری، سال انتشار 1400 خورشیدی، راوی فاطمه اسدی، ادیت فنی قاسم قرهداغی. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com